معرفی کتاب. نام کتاب در اسارت فرهنگ. نویسنده طاهره شیخ الاسلام. انتشارات صمدیه. سال انتشار 1395. راوی طاهره شیخ الاسلام. تاریخ تولید شهریور 1398. تعداد صفحات 432. پخش فایل صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. موضوع ارزیابی خلق و خو، آداب و عادات ما ایرانی‌ها. avayaboof.wordpress.com صفحات 7 تا 23. همان گونه که وسایلی چون کوزه سفالی، چراغ سفتیله، سماور زغالی و لباسهایی مانند شلیته، چاقچور و همچنین تسلیحاتی از قبیل شمشیر، سپر و تیر و کمان و بسیاری چیزهای قدیمی به تدریج در رده آثار باستانی درآمده و به موزه‌ها سپرده شده‌اند، به همان نحو بایستی گفتارها، رفتارها و آداب و رسومی که تاریخ مصرفشان گذشته است را نیز به موزه‌ها سپرد. مقدمه. در میان سالی پس از سپری کردن مراحل گوناگون زندگی در ایران به همراه خانواده برای ادامه تحصیل به استرالیا آمدم. این کشور از بسیاری از جهات مانند امنیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و آزادی‌های فردی تقریباً مشابه کشورهای پیشرفته غربی است. آنچه که از ابتدای ورود توجه مرا به خود معطوف کرد، نه ساختمان‌های سر به فلک کشیده بود و نه پارک‌ها، گردشگاه‌های زیبا، پل‌های عظیم و فروشگاه‌های مجلل، بلکه نوع برخورد مردم با یکدیگر و نگرش آنها به مسائل مختلف زندگیشان بود که به گونه‌ای چشمگیر از آنچه که بین ما وجود داشت متفاوت بود. این مشاهده از همان روزها و هفته‌های اول که برای سر و سامان دادن به امور زندگی خود و خانواده‌ام به سازمان‌ها و اداره‌های مختلف جهت اسکان یافتن در کشور جدید مراجعه کردم، آغاز شد و در نهایت به مقایسه‌ای ناخودآگاه کشید. مقایسه‌ای که متأسفانه خبر از پیچیدگی‌های روحی و نابسامانی‌های رفتاری ما با یکدیگر می‌داد و به نظر می‌رسید غربی‌ها از ما شفاف‌تر، ساده‌تر و به نوعی رهاتر هستند. مثلا دیده میشد که صراحت و صداقت که دو رکن اساسی در یک زندگی سالم اجتماعی است، میان ما بسیار کمتر دیده می شود. انتقاد را به راحتی تحمل نمی کنیم، زود دلخور می شویم، تعارف و تکلف در بین ما بیشتر است، پذیرفتن خطا و اشتباه برایمان دشوار و عذر خواستن بسیار سخت است. معمولا حرفی را که میزنیم از آنچه که در دلمان میگذرد متفاوت است و بیشتر ما به نوعی در نگرانی از آینده و تأسف بر گذشته به سر می‌بریم. همه این مشکلات مرا با یک سؤال بزرگ روبرو ساخت و آن این بود که چرا ما چنین شدیم؟ سؤالی که ذهن و فکر و زندگی مرا در خود تنید. پاسخ این سؤال را در آینه‌ای یافتم که به وسعت استرالیا روبرویم گسترده شده بود با مردمانی که چون ما نبودند. در این آینه بود که به مشاهده زخم‌ها و جراحاتی نشستم که در طول تاریخ بر دل و روح و ذهن ما وارد آمده بود. زخم‌ها و جراحاتی که در زیر دلمه‌هایی از زمان و نسیان پنهان شده و در پوشش عادت و به نام فرهنگ بخش عظیمی از هویت ما را تشکیل می‌داد. در تمام مدت 1 سالی که در دانشگاه به ظاهر مشغول تحقیق و در واقع تفکر درباره چون و چرایی این مقوله بودم، هر روز با مشاهده یک رفتار از جانب یک هموطن یا شنیدن یک ماجرا از زبان او زخمی تازه در من سر باز می کرد و هر شب هجوم خاطرات و تجربیات عمر گذشته خواب را بر من حرام می نمود. خاطرات و تجربیاتی که دیگر با معیارهای حاکم بر جامعه غرب محک می خوردند و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گرفتند. هنگامی که یافته‌ها و مشاهداتم از حجم ذهنم فراتر رفتند، مجبور به یادداشت برداری از آنها شدم. بحث‌ها و مسائلی که در محافل، رادیوها و روزنامه‌های ایرانی در استرالیا جریان داشت، هر یک نکات تازه‌ای را از فرهنگ ما بر من آشکار می‌ساخت
و مرتباً بر حجم یافته‌هایم می‌افزود. چند سالی به همین منوال گذشت تا اینکه جریان سوژه‌ها و نکته‌ها به ذهن کند و کندتر و سپس متوقف شد. این تصور که این مطالب ممکن است بعدها مفید واقع شود و بتواند به عنوان نقطه شروعی برای بررسی مشکلات فرهنگی ما مورد استفاده قرار گیرد، الزام و اضطراری غیرعادی به نوشتن و انتشار آنها در من به وجود آورد. چنین شد که مطالب جمع‌آوری شده را با صرف وقت و زحمت فراوان به صورت قطعه‌ها و گفتارهای کوتاه همراه با مقدمه‌ای که نتیجه گیری را هم در برداشت به نگارش درآوردم و در سال 1379 آن را در سیدنی استرالیا با نام ما چرا چنین شدیم به چاپ رساندم. پس از آن نفسی از سر راحتی کشیدم با این تصور که تمام مسائل و مشکلات اخلاقی و رفتاری خودمان را در این کتاب گنجانیدم. اما متاسفانه این فراغت چند ماهی بیشتر نپایید. برخوردهای عده‌ای از هموطنان نسبت به من و کتاب زخم‌های دیگری را از پیکره مجروح فرهنگ ما که از چشم من پنهان مانده بود بر من عیان ساخت و بدین ترتیب نگاه دوباره‌ای به خود و اطراف و اطرافیانم آغاز شد و حمله دوباره سوژه‌ها به ذهن و 4 سال دیگر به یادداشت برداری گذشت. افق و عمق نگاه من این بار از چرایی چنین بودنمان فراتر رفت و به اسارت در چنین بودنمان متوجه گردید. اسارت در خلقیات، ویژگی‌ها و آداب و رسومی که عمدتاً به نام فرهنگ از آن یاد می‌کنیم. یادداشت‌های جدید را با مطالب کتابی که نگاشته بودم در هم آمیختم و در ساختار جدیدی آن را تنظیم کردم و نام در اسارت فرهنگ بر آن نهادم و تصمیم گرفتم که این بار آن را در داخل کشور به چاپ رسانم، با این امید که این نوشته‌ها بتواند توجه متخصصان جامعه شناس و روانشناسان اجتماعی را به خود جلب کرده و آنها را نیز بران دارد که به آنچه درون جامعه ما می‌گذرد با دیدی دقیق‌تر بنگرند و برای درد بزرگی که ما را از درون رنج می‌دهد و تحلیل می‌برد چاره جویی کنند. نتیجه 12 سال تلاش بی‌وقفه من کتابی است که در دست دارید. این کتاب در 3 قسمت تنظیم شده است. در قسمت نخست با عنوان کالبد شکافی درد به گونه‌ای فشرده توجه خوانندگان را به ویژگی‌هایی که به نام فرهنگ ما را در خود اسیر نموده‌اند جلب کردم. در قسمت دوم با عنوان ملل آزاد دنیا چه بودند و چگونه این شدند مختصراً به ذکر دلایلی پرداختم که باعث شد غرب از دوران سیاه قرون وسطایی خیش بیرون آید و به لحاظ خلق و خو و رفتار فردی و جمعی از ما متفاوت شود. این بخش همچنین به آثار زیانباری می‌پردازد که تقلید بی‌رویه از غرب برایمان برمغان آورده است. قسمت سوم در 4 باب تنظیم شده است که به ترتیب به اثرات ترس، فقر، نابرابری و مقایسه بر رفتارهای فردی و جمعی ما می‌پردازد و در نهایت کتاب با سخن آخر به پایان می‌رسد که در خود امید آغازی دارد. اطمینان کامل دارم که این مجموعه با وجود کاستی‌هایی که دارد مورد انتقاد فراوان قرار خواهد گرفت. از آنجایی که هدف من از نوشتن این کتاب صرفاً آگاه کردن هموطنانم به تأثیرات مخرب شرایط اجتماعی بر روح و روان و در نتیجه رفتارهای فردی و اجتماعی ماست، انتقادها را به جان می‌خرم و امیدوارم که همگی شما جسارت مرا به این دلیل که صادقانه به ذکر مشکلاتی پرداختم که همه ما کم و بیش در اسارت آن بخش عمده‌ای از عمر خود را فدا کرده و می‌کنیم بر من ببخشید. هرچند بر این اعتقادم که روبرو شدن با مشکلات مستلزم داشتن شهامت و جسارت بیشتری است. گفت همه یک بیماری داریم، چون بیماری یکی بود دارو یکی بود. جمله بیماری غفلت داریم، بیایید تا بیدار شویم. ابوالحسن خرقانی. ایران ما یکی از معدود کشورهایی است که تمدن آن سر بر هزارها می‌ساید. آنقدر که ادبیات ما به ارزش دانش و خرد و فضایل انسانی مانند راستگویی و درستی، قناعت، بخشش، بی‌اعتنایی به مال دنیا، خدمت بی‌مزد و منت، سخاوت و همچنین ترک صفات ناپسند مانند دروغگویی، فریبکاری، خودستایی، بدگویی، غیبت، ظاهر پرستی، فضل فروشی،
پیروی از نفس، بخل، حسد و خودخواهی پرداخته است، شاید در ادبیات کمتر کشوری مشاهده شود. در اینجا باید گفت که اصولاً تأکید فراوان و انجام کارهای نیک نشان از فقدان آنها و برحذر داشتن از اعمال نادرست حکایت از وجود آنها در جامعه دارد. به عبارت دیگر، از واژگان مورد استفاده در هر جامعه‌ای میتوان به شرایط حاکم بر آن جامعه آشنا شد. برای مثال استفاده زیاد از کلمه آزادی و استقلال و صحبت از حقوق زنان و کودکان نشانی از عدم وجود آنها در جامعه دارد. اگر این نصایح و پندها در جوامع مدرن کمتر به گوش می‌خورد، به این علت است که اعمالی که باعث صدمه و آزار دیگران می‌شود، مانند دزدی، خیانت، فریبکاری و دروغ، بی احترامی، دخالت در امور خصوصی و غیره، به دلیل مجازات قانونی که در پی دارد کمتر دیده می‌شود. جالب اینجاست که شاه کلید ورود به جهانی آرمانی که همه فلاسفه و دانشمندان جهان دیروز و امروز از آن صحبت کرده و می‌کنند، هزاران سال پیش در 3 شعار کوتاه زرتشت، یعنی پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک خلاصه شده است. از این رو میتوان گفت امروزه ما از لحاظ نظری یکی از بافرهنگ‌ترین ملت‌ها هستیم، زیرا اصاره و شیره فرهنگ بشری را به تمام و کمال در ادبیات خود میتوانیم بیابیم. اما متاسفانه از لحاظ عملی و کاربردی چنین نیستیم، زیرا که توان استفاده از این همه ذخیره فرهنگی را نداریم. به این دلیل که هنوز نتوانستیم فضا و شرایط به کارگیری آنها را ایجاد کنیم. این مطلب انسان را به یاد این بیت زیبا از مولانا میاندازد: بر سر گنج از گدایی مرده‌ام، زان که اندر غفلت و در پرده‌ام. به اعتقاد من این عدم توانایی همان ویژگی‌های اخلاقی است که امروزه با آن دست به گریبانیم و اگر این ویژگی‌ها را حاصل شرایط حاکم بر جامعه بدانیم، متوجه می‌شویم که ما در اسارت حلقه بسته‌ای گرفتار آمده‌ایم که به اعتباری موضوع اصلی این کتاب است. آیا این ویژگی‌ها منحصر به ما ایرانیان است؟ پیش از بررسی علت پیدایش این ویژگی‌ها بایستی معلوم می‌شد که آیا این خصوصیات فقط منحصر به ما هستند؟ اگر آری، علت چیست؟ و اگر نه، کدام یک از ملل دنیا با ما در این مورد مشابهت دارند و چرا؟ برای یافتن پاسخی به این سوال با خانواده‌های از سایر کشورها نشست و برخاست کردم. هرچند به دلیل تأثیرات عوامل متعددی از جمله تاریخ، مذهب، شرایط جغرافیایی و محیط زیست، وضعیت سیاسی و اقتصادی، هیچ دو کشوری نمی‌توانند کاملا مشابه یکدیگر باشند، اما مشاهدات و گفتگوهایی که با افرادی از دیگر جوامع داشتم نشانگر این واقعیت بود که از نظر بسیاری از خصوصیات و خلقیات مشابهت چشمگیری بین ما ایرانیان و مردمانی که از کشورهای مشابه کشور ما استرالیا آمده اند دیده می شود. چنین شد که فرهنگ اخلاقی مردم جهان را به 2 گروه عمده تقسیم کردم و این تقسیم بندی را مبنای نگارش این کتاب قرار دادم. فرهنگ جوامع فاقد امنیت، عدالت اجتماعی و آزادی و فرهنگ جوامعی که به گونه‌ای نسبی واجد امنیت، عدالت اجتماعی و آزادی هستند. آنچه که من در خلال مشاهدات و گفتگوهایم دریافتم این بود که در شرایط ناامنی و نابرابری و در زیر فشار انسانها به گونه‌ای سالم پرورش نخواهند یافت. همان گونه که این مسئله از نظر علمی در مورد گیاهان و حیوانات نیز صادق است. به عبارتی میتوان گفت همچنان که کمبود مواد غذایی به اختلالات جسمی می‌انجامد، کمبود غذای روح یعنی امنیت، عدالت و آزادی نیز منجر به اختلالات رفتاری و شخصیتی می‌شود. قبل از اینکه به چگونگی اثر محیط اجتماعی بر ویژگی‌های رفتاری و اخلاقی در انسان بپردازیم، لازم است نگاهی کوتاه به 2 عامل مهم دیگر، یعنی ارث و محیط خانواده، بر شخصیت و چیستی انسان‌ها داشته باشیم. ارث یکی از عوامل سازنده شخصیت انسان ارث است که در فرهنگ لغات ما به نام‌هایی چون طبیعت، نهاد، سرشت، فطرت و ذات نیز خوانده شده. هرچند نیمی از ارث از طریق مادر و نیمی از پدر به فرزندان منتقل می شود، اما به دلیل ترکیبات مختلفی که این نیمه ها می توانند داشته باشند، فرزندان یک خانواده هم به لحاظ شکل ظاهری هم به لحاظ حساسیت ها
و استعدادها از یکدیگر متفاوتند. در حقیقت به غیر از دو قلوها و گاهی چند قلوهایی که از تقسیم یک هسته جنینی حاصل شده‌اند، هیچ دو انسانی با یکدیگر مشابه نیستند. به این تفاوت‌ها تفاوت‌های فردی یا ارثی می‌گوییم. خانواده. عامل دومی که در ساختار شخصیتی انسان نقش اساسی دارد خانواده است. وضعیت اقتصادی خانواده، درجه هوشمندی و سطح آگاهی‌های علمی، ادبی و فرهنگی والدین و روابط عاطفی حاکم بر خانواده روی شخصیت کودکان تأثیر قابل توجه و گاه غیر قابل برگشت می‌گذارد. با وجود اینکه شرایط خانواده، لحاظ خواهران و برادران، همبازی‌ها، سن والدین و وضعیت سلامتی آنها، وضع اقتصادی خانواده و ماجراها و حوادثی که در حول و حوش کودک اتفاق می‌افتد برای فرزندان در یک خانواده کاملاً یکسان نیست، اما ثبات نسبی عوامل اصلی که ذکر آن رفت باعث می‌شود فرزندان با وجود تفاوت‌های ارثی خویش با یکدیگر مشابهت‌هایی پیدا کنند. نمونه‌ای از این مشابهت‌ها را در بین افرادی می‌توان دید که متعلق به یک طبقه یا قشر اجتماعی هستند. برای نمونه در نوع نشست و برخاست، نحوه صحبت کردن، واژگان مورد استفاده، نحوه غذا خوردن و لباس پوشیدن، طرز تفکر و درک آنان از زندگی و غیره. به این خصوصیات طبقاتی گفته می شود. بنابراین افراد یک جامعه نه تنها به لحاظ خصوصیات فردی بلکه به لحاظ خصوصیات طبقاتی خود با یکدیگر فرق می کنند. این تفاوت‌ها در جوامع نابرابر که امکانات به گونه غیر عادلانه تری بین افراد تقسیم می شود به مراتب بیش از جوامعی است که در آن عدالت اجتماعی برقرار است. برای مثال تفاوتی که بین یک پزشک، یک بازاری و یک کشاورز که هر یک به طبقه خاصی از اجتماع تعلق دارند در یک کشور سنتی دیده می شود بیشتر از تفاوت بین همتاهای این افراد در یک کشور مدرن است. به این مسئله بعدها به گونه مشروح‌تری خواهیم پرداخت. محیط اجتماعی. پس از ارث و خانواده از محیط اجتماعی به عنوان عامل سومی میتوان نام برد که در ساختار شخصیتی و خصوصیات و خلقیات انسانها نقش عمده‌ای بازی می‌کند. محیطی که افراد از سنین کودکی با رفتن به مهد کودک، دبستان، دبیرستان و سپس محیط کار با آن وارد می‌شوند. محیط اجتماعی می‌تواند آنچنان تأثیری در رفتار، گفتار و اندیشه مردم آن جامعه بگذارد که با وجود تفاوت‌های فردی و طبقاتی، خصوصیات و عادات تقریباً مشابهی در آنها به وجود آورد، به طوری که بتوان آنها را به عنوان یک ملت از سایر ملل متمایز کرد. این ویژگی‌های ملی یا فرهنگی نام دارند. برای نمونه از میهمان نوازی ما ایرانی‌ها میتوان به عنوان یک ویژگی ملی نام برد، چرا که صرف نظر از تفاوت‌های ارثی، خانوادگی و طبقاتی در بیشتر مردم از بازاری و دانشگاهی گرفته تا کارگر و کشاورز دیده می‌شود. این کتاب به این گونه خصوصیات و چگونگی پیدایش آنها پرداخته است. با نگاهی به تاریخ گذشته و معاصر کشورمان میتوان مشاهده کرد که در جامعه ما هیچگاه رابطه انسانها رابطه برابر نبوده است، بلکه تقریباً همه افراد در تمام دوران زندگی خود در دو رده بالا و پایین، رئیس و مرئوس، زبردست و زیردست یا سلطه‌گر و سلطه‌پذیر جای گرفتند. این وضعیت را میتوان به صورت هرمی در ذهن مجسم کرد که در این کتاب از آن به عنوان هرم اجتماعی یاد می‌شود. افراد در هر کجای این هرم که قرار داشته باشند، در عین حال که زیر نفوذ شخص یا اشخاص قدرتمندتر از خود هستند، به گونه‌ای در رأس قدرت بوده و زیردستانی دارند که می‌توانند در نبود قانونی که از حق آنها دفاع کند، زندگی آنان را به گونه‌ای مثبت یا منفی تحت تأثیر قرار دهند. این سلسله مراتب در تمامی سطوح از سیاسی، اداری و حکومتی گرفته تا دینی و آموزشی و حتی در خانواده مشاهده می شود. می توان گفت که هرم غول پیکر اجتماعی ما از هرم‌های کوچکی تشکیل شده که در کنار هم قرار گرفته و یا بر هم سوار شدند. رابطه کارفرمایان و کارگران، رؤسا و کارمندان، معلمان و شاگردان، والدین و فرزندان، شوهران و زنان و همچنین بزرگترها نسبت به کوچکترها در محدوده یک خانواده همگی از همین الگو تبعیت می‌کنند. در چنین شرایطی همه به نوعی در ترس به سر می‌برند. ترسی که آنان را ناگزیر می‌سازد
از هر طریق ممکن برای خود و خانواده خود امنیت به وجود آورند. این کسب امنیت معمولاً با جلب رضایت سلطه‌گر و از طریق انجام اعمالی چون سکوت و سازش، تعریف و تمجید، اطاعت بیچون و چرا صورت می‌پذیرد. متاسفانه چون اعمالی این چنین که از سر ترس و برای جلب منفعت یا دفع خطر و ضرر صورت می‌گیرد احترام خوانده شده، انتقاد که عمل عکس آنهاست بی احترامی و توهین قلمداد می‌شود و واکنش طبیعی هر انسانی به بی احترامی چیزی جز خشم و دلگیری نیست. این یکی از اساسی ترین دلایلی است که بسیاری از ما به تعریف و تمجید از یکدیگر مشغولیم و انتقاد و نازکتر از گلی را نیز تحمل نمی‌کنیم. به همین منوال وقتی اطاعت کردن و بله قربان گفتن نیز نشان احترام دانسته شد، نه شنیدن بی احترامی تلقی شده و به رنجیده شدن می انجامد. بنابراین جهت نیازردن یکدیگر از گفتن نه عاجز مانده و در جهت خوشنود کردن یکدیگر به انجام خدماتی مبادرت می کنیم که تمایلی به آنها نداریم. طبیعتاً وقتی نتوانستیم حرفهایمان را رو در رو بزنیم و به درخواست یکدیگر جواب منفی بدهیم، دلگیری و کدورت در ما به وجود می آید. این کدورت گاه به صورت گله و غیبت از افراد خود را نشان می دهد. تعریف در روبروی اشخاص و غیبت و بدگویی در پشت سر آنها باعث رخت بربستن اعتماد از میان مردم می شود. وقتی اعتماد از میان رفت، دیگر حرف راست یکدیگر را نیز باور نمی کنیم. آنگاه در جهت اثبات صداقت از مبالغه کمک گرفته و قسم و آیه را نیز پشتوانه آن می کنیم. این ویژگی‌ها طی زمان و با تکرار بخشی از هویت فرهنگی ما را تشکیل دادند. در حقیقت رابطه انسان‌ها را می‌توان به حلقه‌های زنجیری تشبیه کرد که به هم متصلند. همان گونه که وقتی حلقه‌ای زیر فشار قرار گیرد یا ضربه‌ای به آن وارد شود، این فشار یا ضربه به حلقه‌های دیگر منتقل می‌شود، انسان نیز هنگامی که تحت فشار و ترس مجبور به انجام اعمالی شد، در جهت حفظ تعادل روانی خویش این فشار را خواسته یا ناخواسته به زیردستانش وارد می‌کند. ضعیف‌ترین و آسیب پذیرترین رده در این سلسله مراتب کودکان هستند که آنها نیز با آزار رساندن به کودکان ضعیفتر از خود یا در نهایت به حیوانات با اعمالی چون سنگ زدن به سگ‌ها و گربه‌ها یا با تیر و کمان به جان گنجشک‌ها افتادن یا آب در لانه مورچه‌ها ریختن این تخلیه روانی را صورت می‌دهند. در اینجا می‌توان دریافت که چرا بعضی از روانشناسان معتقدند فرهنگ یک جامعه را از رفتاری که مردم آن جامعه نسبت به حیوانات دارند می‌توان فهمید. سعدی 700 سال پیش از زبان فردوسی با شعر میازار موری که دانه کش است جامعه را توصیه به رعایت حقوق حیوانات کرده، اما به نظر می‌رسد که متأسفانه در جوامعی که حقوق اساسی انسان‌ها به رسمیت شناخته نشده است، حیواناتش باید بیش از اینها در نوبت بمانند. در جهت اصلاح یا تعدیل این خصوصیات اخلاقی، شعرا و ادبای ما در قالب شعر و داستان به نصیحت مردم پرداخته و آنان را به راستگویی، درستکاری، صبر و بردباری، قناعت و مهربانی و بسیاری صفات انسانی دیگر دعوت کردند. اما به نظر می رسد که پند و اندرز به تنهایی برای اصلاح مردم یک جامعه کافی نیست، چرا که اگر کافی می بود ما با این همه منابع بی همتا اکنون دچار این همه نابسامانی اجتماعی و اخلاقی نبود. تأثیرگذاری این اشعار و داستان‌های پندآمیز مستلزم فراهم آمدن زمینه‌ای است که همانا وجود امنیت، عدالت و قانونمندی است. در میان بزرگان ادب ما متاسفانه کمتر کسی به شرایط اجتماعی توجه نشان داده است. همه گفتند دروغ نگو، درست باش، چنین باش و چنان نباش، اما هیچ کس نگفت در جامعه ناامن و نابرابر که در آن هیچ مرجع عادلی از حق من دفاع نمی کند چگونه حرفم را بزنم، چگونه راست بگویم وقتی از همه کس می ترسم. اگر راست بگویم رئیس اخراجم می کند، معلم مردودم می کند، پدر بر من خشم می گیرد و حتی دوست از من می رنجد. چنین است که می بینیم اندرس‌های مولانا، توصیه‌های سعدی و حتی دستورات اسلام بیشتر در جوامعی قابل اجراست که انسان‌ها از حداقل امنیت و رفاه برای یک زندگی سالم
برخوردارند. البته بیان این مطالب به مفهوم توجیه خصوصیات ما نیست. همان گونه که بعداً اشاره خواهد شد، ما می توانیم با آگاهی از چگونگی به وجود آمدن این خصوصیات در کنار گذاشتن بخشی از آنها که دیگر دلیلی برای انجامشان نیست بکوشیم. به هر حال هر یک به فراخور حال و موقعیت خیش نقطه خروجی از این دایره بسته‌ای که در آن گرفتار آمده ایم بیابیم. لازم به ذکر است که در چنین ساختارهای اجتماعی با تاریخ طولانی ناامنی و بی‌عدالتی نمیتوان تنها یک گروه یا بخشی از مردم جامعه را مبتلا دانست. درد همگانی است. حتی شاعران، نویسندگان و روشنفکران نیز از این امر مستثنا نیستند. آنان با اینکه در پی آگاه کردن مردم به شرایط نابسامان موجود هستند و در جهت برقراری عدالت و دموکراسی تلاش می‌کنند، اما خود بدون اینکه بدانند معمولاً گرفتار همان خصایصی هستند که در فوق ذکران رفت. و همین خصایص است که مانع ارتباط سالم بین آنها با یکدیگر و با مردم شده و روند آگاه سازی جامعه را کند می‌نماید. هرچند خصوصیات ذکر شده ریشه در شرایط حاکم بر جامعه دارد، اما همان گونه که بیان شد این خصوصیات آنچنان در تداوم و تکرار در ما به صورت عادت در آمده که بخشی از هستی ناخودآگاه ما را تشکیل دادند، به طوری که به نظر می رسد اگر شرایط نیز تغییر کند ما نمیتوانیم تغییر کنیم و میتوان گفت که فاجعه از این نقطه آغاز می شود. چرا که عادت را نمیتوان به راحتی ترک کرد و همین عاداتند که به صورت میراث فرهنگی نسل به نسل منتقل می شوند. عادات ما در حقیقت به نوعی هویت ما هستند و دعوت به ترک آنها یعنی دعوت به ترک خود و ترک خود کاری است سخت گاه دردناک. پس جای تعجب نیست که سخت‌ترین دشمنان و مخالفان مصلحین اجتماعی همان مردمی باشند که توصیه و دعوت به تغییر خود شدند. شاید بتوان گفت تا آنجا که ضرر یک عادت به ما یا دیگران نرسد مسئله‌ای نیست، اما آنجا که عادات ما سلامت روح جسم ما و اطرافیان و جامعه را به مخاطره می‌اندازد مسئله ساز می‌شود. در اینجا توجه به دو نکته ضروری است. یکی این که انسان‌ها در جهت تسکین روانی خیش برای خصوصیات، آداب و عاداتی که تحت شرایط ترس و فقر و در جهت تنازع بقا در آنها به وجود آمده همیشه به دنبال ارزش‌های مثبتی می‌گردند و تعصب در حفظ همین ارزش‌هاست که آنها را به مقاومت در برابر ترک عادات و آدابشان وامی‌دارد. دیگر اینکه لذت‌ها و شادی‌های هر جامعه‌ای نیز بر مبنای نظام حاکم بر آن معنا می‌شود. مثلا دیده می‌شود که در جامعه ما هستند کسانی که از حالت جان نثاری و بندگی لذت می‌برند، هم کرنش کردن را دوست دارند و هم مورد کرنش قرار گرفتن را. به عبارت دیگر در این نظام‌ها هم اعمال قدرت بر زیردستان لذت بخش می‌نماید و هم جلب رضایت مافوق و ارباب پروری. لازم به ذکر است که پاورقی‌ها به دلیل وقفه‌ای که در خواندن نوشتارها به وجود می‌آوردند از فایل‌های صوتی حذف شدند. از آنجا که این پاورقی‌ها حاوی نکات جالب و همچنین توضیحاتی در جهت رفع سوء تفاهمات احتمالی خوانندگان میباشند، از علاقه‌مندان تقاضا می‌شود به نسخه چاپی کتاب و یا فایل‌های نوشتاری آن که به صورت PDF در کانال تلگرامی در اسارت فرهنگ قرار داده شده‌اند رجوع نمایند. در اسارت فرهنگ، ریشه‌یابی خلق و خو، آداب و عادات ما ایرانی‌ها، انتشارات صمدیه 1395، نویسنده و راوی طاهره شیخ الاسلام. قسمت دوم، صفحات 23 تا 43، تغییر شرایط، قدمی به سوی رهایی. آوایبوک.wordpress.com پیش از پرداختن به این موضوع ذکر این نکته ضروری است که در ساختارهای هرمی شکل ابراز کمترین نارضایتی و کوچکترین اعتراضی به مقام مافوق در هر سطحی که باشد، حتی در یک دبستان، میتواند تهدیدی برای افرادی باشد که در رأس هرم‌های بالاتر و نهایتاً هرم اصلی هستند، چرا که هر کس قدرت خود را بر قدرت‌های مادون خود استوار کرده است. بنابراین ابراز هر گونه نارضایتی و انتقاد رنگ سیاسی به خود می‌گیرد و بدین گونه صدای هر اعتراضی در نطفه خفه می‌شود.
پدیده‌ای که به فشار سیاسی معروف است. در این نظام خواه سرمایه در دست قدرتمندان بالای هرم قرار می‌گیرد و هر چه از رأس هرم به قاعده آن نزدیکتر می‌شویم، تعداد افراد بیشتر، وضعیت اقتصادی نابسامان‌تر و مردم فقیرتر می‌شوند. پدیده‌ای که فشار اقتصادی نام دارد. دو فشار سیاسی و اقتصادی به انضمام فشار حاصل از تعالیم تحریف شده مذهبی عامل فشار سومی است که فشار اجتماعی نام دارد. و این فشار اجتماعی همان خلقیات، آداب، عادات و رسومی است که در این کتاب با نام فرهنگ مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. در هم شکستن این سلسله مراتب و به رسمیت شناختن حقوق برابر انسانها از هر جنس، سن، رنگ، نژاد و مذهب می‌تواند امیدی برای رهایی از این وضعیت نابسامان باشد. اما مشاهده مهاجرانی که با خانواده و اقوام خیش برای مدت‌های نسبتاً طولانی، مثلا 20 تا 30 سال و حتی بیشتر، در کشورهای پیشرفته اقامت گزیده‌اند، ما را در این رابطه دچار تردید می‌کند. می‌توان گفت بیشتر مهاجران در پی رهایی از سه فشار فوق کشور خود را ترک می‌گویند. آنها به راحتی و در مدت کوتاهی می‌توانند از دو فشار اقتصادی و سیاسی رها شوند، ولی از فشار اجتماعی بسیار سخت و گاهی هرگز. چرا که آن را در ذهن و فکر و عقیده و عادات و رفتارهایشان با خود می‌آورند و رهایی از خود همان گونه که قبلا گفته شد کار ساده‌ای نیست، به خصوص که اگر تمایلی نیست به وانهادن ویژگی‌ها و آداب و رسوم و سنت‌های خویش نداشته باشند و تحت نام فرهنگ در حفظ و حراست آنها تعصب نیز به خرج دهند. با توجه به آنچه بیان شد، آیا می‌توان نتیجه گرفت که معلول‌ها یعنی رفتارها و عادات با تغییر علتها یعنی شرایط محیطی شامل وضعیت سیاسی و اقتصادی تغییر نمی‌یابند؟ شواهد نشان می‌دهد که ایرانیان مقیم کشورهای آزاد به تدریج و با تلاش، آن هم در بعضی موارد، می‌توانند رفتاری مشابه انسان‌های پرورش یافته در جامعه‌ای برابر را کسب نمایند. ولی جالب اینجاست که این رفتارها را بیشتر در خارج از محدوده قومی خود به اجرا می‌گذارند. یعنی در حقیقت در جامعه غربی از قوانین اجتماعی غرب و در جامعه خیش از قوانین فرهنگی خود اطاعت می‌کنند. مثلا یک ایرانی پس از مدتی زندگی در غرب دیگر به یک غربی در خوردن غذا اصرار نمی‌کند، چون تجربه به او نشان داده که این کار باعث حیرت و گاهی ناراحتی غربی می‌شود. همچنین به انتظار تعارف از جانب او نمی‌نشیند، زیرا این کار ممکن است به گرسنه و تشنه ماندنش بیانجامد. اما هنگامی که میهمان ایرانی دارد، خود را موظف می‌داند که با او بر اساس قوانین فرهنگی خود رفتار کند، چرا که می‌داند هموطنش تا اصرار نبیند دست به غذا نمی‌برد و در این چارچوب فرهنگی تعارف نکردن معنای بی احترامی به او را دارد. همچنین دست بردن به غذا پیش از تعارف از سوی میزبان زیاد متداول و مرسوم نیست. یا مثلا هنگامی که بخواهیم یک ایرانی و یک خارجی را که هر دو دارای مدرک دکترا هستند یکدیگر و یا به شخص ثالثی معرفی کنیم، می توانیم خارجی را حتی اگر دانشمندی در سطح جهانی بوده و چند مدرک و دکترا داشته باشد به راحتی با اسم کوچکش معرفی کنیم، اما برای ایرانی حتی اگر امضای مدرکش هنوز خوش نشده باشد لازم است که از القاب و عناوین آقا و دکتر و سپسنام فامیل استفاده نماییم. لازم به ذکر است با اینکه بیشتر ما ایرانیان از بعضی از ویژگی‌های فرهنگی خود می‌نالیم و در بسیاری از موارد فرهنگ حاکم بر جوامع آزاد را تحسین می‌کنیم، اما خود را در تار و پود خلقیات و آداب و عادات فرهنگ خویش اسیر می‌بینیم و کمتر کسی را توان و شهامت آن است که این تارها را بگسلاند و بعضی از اصول خوب متداول در فرهنگ غرب را در میان هموطنان خویش به کار گیرد، چرا که بار فرهنگی واژه‌ها و رفتارها در این دو فرهنگ متفاوت و در بیشتر اوقات متضاد است و گاه موجب سوء تفاهماتی برگشت ناپذیر می‌شود. برای نمونه صداقت و صراحت که همگی ما به ارزش آن واقفیم، در بستر فرهنگی ما به گستاخی و بی‌ادبی تعبیر شده و اغلب باعث آزردگی و رنجش می‌شود و اگر کسی به مدت کوتاهی صداقت را جایگزین ریا کند، یعنی آنچه را که در فکرش می‌گذرد بر زبان بیاورد و عقیده‌اش را با صراحت بیان نماید، اطرافیان از او دلگیر شده و به تدریج از او کناره می‌گیرند. بنابراین برای حفظ روابط ناچار به همرنگی با جماعت و به عبارت درست‌تر تداوم رفتارهای عادتی خود می‌گردیم. به نظر چنین می‌رسد که همگی ما
در یک تئاتر بزرگ به وسعت جامعه خیش مشغول ایفای نقش اجباری و عادتی خیش هستیم و هر کس قوانین بازی را رعایت نکند از بازی اخراج می شود. شمس تبریزی 700 سال پیش چنین گفت: با این مردمان به نفاق می باید زیست، آنچنان که راستی آغاز کردی به کوه و بیابان باید رفت. آگاهی از درد، راهی به درمان. حال ببینیم این پدیده در بستر اصلی خیش یعنی درون جامعه ایران چگونه عمل خواهد کرد. آیا زمانی که عدالت اجتماعی برقرار شد، آزادی‌های انسانی صرف نظر از رنگ، جنس، سن، تحصیلات، پول و مقام به رسمیت شناخته شدند، قانون بر جامعه حاکم و امنیت در تمامی سطوح جای ناامنی را گرفت، فرهنگ اخلاقی رفتاری ما پا به پای آن تغییر خواهد کرد؟ اگر آری با چه آهنگی؟ اگر نه، آیا آگاهی از چند و چون قضیه یعنی درد راهی به درمان می‌گشاید؟ وضعیت مهاجران که به آن اشاره شد بایستی ما را از این خطر آگاه کند که گاهی حتی با از بین رفتن علت معلول می‌تواند به گونه‌ای مستقل در جامعه عادت به بقای خود ادامه دهد. هرچند این مقایسه معقول به نظر نمی‌رسد، یعنی فرصتی که مهاجر در اختیار دارد قابل قیاس با فرصتی نیست که یک ملت برای تغییر خود دارد، اما توجه به وضع مهاجران می‌تواند ما را به دشواری ترک عاداتی که در پیش رو خواهیم داشت راهنمون سازد. میگویند آداب، عادات و رسوم را زمان با همان صبر و شکیبایی و درنگی که برای ساختن کوه‌ها به کار برده به وجود آورده و تنها زمان است که به تدریج میتواند نابودش کند. اما با یک نگاه به آنچه از گذشته‌های بسیار دور در مورد خصوصیات اخلاقی ما ایرانیان گفته شده، به نظر میرسد زمان بدون آگاهی و کمک ما به تنهایی قادر به حل این مشکل نیست. چرا که عادت را یک شبه نمیتوان از پنجره به بیرون انداخت، اما شاید بتوان با دانستن علت وجودی آن به ترک آنها همزمان در صورت برطرف شدن علت آنها مبادرت نمود. جهت روشن شدن موضوع در اینجا ذکر مثالی را خالی از لطف نمیدانم. مردی که تازه ازدواج کرده بود می‌بیند که همسرش در هنگام سرخ کردن سوسیس سر و ته آنها را قطع می‌کند. مرد علت این کار را سوال می‌کند. خانم می‌گوید که از مادرش آموخته و نمی‌داند چرا. مرد از مادر زن خود علت را جویا می‌شود. او نیز اظهار می‌دارد که از مادرش آموخته. خوشبختانه مادر بزرگ در قید حیات است و هنگامی که این شخص از مادر بزرگ علت قطع دو سر سوسیس را سوال می‌کند، او می‌گوید که در آن زمان ماهیتابه او کوچکتر از سوسیس ها بوده و او مجبور بوده که دو سر آنها را قطع کند تا بتواند آنها را در ماهیتابه جای دهد. به گمان من بسیاری از عادات و به خصوص آداب و رسوم ما مشابه ماجرای فوق است. یعنی فقط به دلیل اینکه از گذشتگانمان به ما به ارث رسیده به انجام آنها مبادرت می‌ورزیم. آداب و رسومی که در زمان و شرایط به وجود آمدنشان بسیار مشکل گشا و باعث آسایش و آرامش بوده، اما در شرایط جدیدی که بر زندگی امروزه بسیاری از ما حاکم است، گاه غیر از رنج و عذاب چیزی عاید ما نمی‌کند. رستاخیز فرهنگی. تصور می‌کنم زمان آن رسیده باشد که به آنچه که بر ما رفته است آگاهی یافته، گفتارها و رفتارهایی را که دیگر دلیل عقل پسندی برای آنها وجود ندارد به تدریج کنار گذاشته و به وضعیت اخلاقی و رفتاری خود سر و سامان تازه‌ای ببخشید و خود را برای تغییرات و تحولات بیشتری که در شرف وقوع است آماده کنیم. جهان با سرعت شگرفی به جلو می‌رود و دموکراسی پدیده‌ای است حیاتی که دیر یا زود به سراغ همه ملت‌های عقب مانده دنیا خواهد آمد و بزرگترین و ارزشمندترین پیامد آن فرهنگ و اخلاق دموکراتیک است. اگر ما متوجه وخامت مسئله نباشیم و نتوانیم همزمان با برقراری امنیت و عدالت اجتماعی رفتارها، پندارها و گفتارهای حاصل از عمری زیستن در زیر ظلم و زور و فقر و نابرابری خود را تغییر دهیم، یعنی روزی که امنیت بر ما حاکم شود اما ما خفقان عادتی گرفته باشیم، روزی که از ما خواسته شود آزادانه انتقاد کنیم ولی نتوانیم به راحتی حرفمان را بزنیم و از حق خود و دیگران دفاع کنیم و به عبارت دیگر نتوانیم از مواهب الهی انسانی آزادی بهره‌مند شویم، تمامی خونهایی را که تاکنون به پای درخت آزادی ریخته ایم بی‌ثمر خواهد بود. اگر مردم و مسئولان منتخب آنها به این مهم نیندیشند و همزمان با برنامه ریزی در جهت توسعه مادی جامعه برنامه‌هایی نیز در جهت تحول اخلاقی و معنوی مردم تدارک نبینند، به طور قطع نه تنها اخلاق دموکراتیک در میان مردم ما آنگونه که باید رشد نخواهد کرد، بلکه همین خلقیات همان گونه که بعداً خواهیم دید مانع بزرگی در راه دستیابی به دموکراسی خواهند شد. متاسفانه ما قرن‌هاست چشم بر واقعیات بسته ایم و با وجود اینکه
بسیاری از ما مشکلات اخلاقی فردی و اجتماعی خود را قبول داریم، اما با آنهایی که ما را متوجه اشکال‌ها و نقایصمان کرده و می‌کنند و یا توصیه به تغییر آنها می‌کنند با خشم و نفرت برخورد می‌کنیم و آنان را دشمن خود می‌پنداریم. مولانا در دفتر دوم خود به این موضوع چنین اشاره دارد: چون ز عادت گشت محکم خوی بد، خشم آید بر کسی کت وا کشد. چون که تو گلخوار گشتی هر که او وا کشد، از گل تو را باشد عدو. بت پرستان چون که گرد بت تنند، مانعان راه خود را دشمنند. چون خلاف خوی تو گوید کسی، کینه ها خیزد تو را با او بسی. به طور حتم روزی که ما شهامت روبرو شدن با خود را پیدا کنیم و شواهد نشان می‌دهد که آن روز چندان دور نیست، به دنیا و مهمتر از آن به خود اعلام خواهیم کرد که عدم تحمل انتقاد، عدم قبول اشتباه و خطا، عدم صراحت بیان، تعریف و تمجیدهای غیر ضروری و مبالغه آمیز، بتسازی و بتپروری، بالا دست نوازی و زیر دست آزاری، کوچک کردن دیگران برای بالا بردن خود، در هم آمیختن عقیده و احساس، رعایت ننمودن حق دیگری، مقدم داشتن رابطه بر ضابطه، عمومیت دادن، غلو نمودن و غیره ویژگی‌هایی هستند که به دلیل نبودن امنیت از هر نوع و فقدان عدالت اجتماعی و عدم اجرای قانون در طول تاریخ در ما به وجود آمدند. این خصوصیات حتی اگر بر مبنای تعریف فرهنگ نیز نام بگیرند، جایی برای افتخار کردن ندارند. به این نکته نیز توجه نماییم که نه تنها صدها سال کتمان این نابسامانی‌های اخلاقی یا نادیده گرفتن آنها دردی را از ما دوا ننموده، بلکه پیشرفت روزافزون غرب در تمامی ابعاد عقب ماندگی ما را چشمگیرتر کرده است. برای نمونه در حالی که عادی‌ترین افراد در غرب می‌توانند بدون هیچ ترس و واهمه‌ای تندترین انتقادات را به بالاترین مقامات لشکری، کشوری و حتی دینی بنمایند، ما از اظهار جزئی ترین عقاید و احساسات شخصیمان حتی به نزدیکترین کسان خود، یعنی به والدین و همسر خود، ناتوانیم. خلاصه کلام این که حیاتی ترین و فوری ترین کار برای ما آگاهی به ویژگی‌های اخلاقی رفتاری است که تحت فشارهای گوناگون و در شرایط نابسامان در جهت تنازع بقا در ما شکل گرفته و اکنون به مانع بزرگی در راه پیشرفت ما تبدیل شده است. به نظر می رسد هرچه سریعتر به این مانع آگاهی یابیم، سریعتر عقب ماندگی قرن‌هایمان را پشت سر خواهیم نهاد. این قسمت را با جمله‌ای از شادروان مهندس مهدی بازرگان به پایان می‌برم. حقیقت هر قدر تلخ باشد باید با آن روبرو شد. ملتی که بخواهد برای نجات و سعادت خود قیام کند، باید ظرفیت کافی برای درک معایب و مشکلات را دارا باشد. ملل آزاد دنیا چه بودند و چگونه این شدند؟ گفتیم که بین افراد یک خانواده و به تبع یک شهر و یک سرزمین تفاوت‌های زیادی وجود دارد، اما ملل مختلف جهان به لحاظ مجموعه قابلیت‌های ارثی خود با یکدیگر مشابهت چشمگیری دارند. مثلا اگر 1000 نفر آلمانی را به صورت تصادفی انتخاب کنیم و قابلیت‌های آنها را مورد بررسی قرار دهیم، مشاهده خواهیم کرد که تقریباً همه آنها از یکدیگر متفاوتند. همین آزمون با 1000 هندی، 1000 ایرانی یا 1000 فرانسوی ما را به نتیجه مشابهی میرساند. اما اگر جمع قابلیت‌ها و استعدادها را در هر یک از این گروه‌های 1000 نفری در نظر بگیریم، مشاهده خواهیم کرد که تفاوت چندانی از این نظر بین گروه‌ها نیست. توضیح این که اگر بین 1000 آلمانی 2 نفر استعداد درخشانی در ریاضی، 4 نفر در موسیقی، 10 نفر در نقاشی و 7 نفر در طنز پردازی داشته باشند، در بین 1000 نفر از ملیت‌های دیگر نیز کم یا بیش همین تعداد افراد را با استعدادهای مشابه می‌توان یافت. با افزایش تعداد افراد در هر گروه این ارقام به هم نزدیک شده و وقتی به سطح میلیونی میرسد، دیگر تفاوت چندانی به لحاظ مجموعی استعدادها بین ملل مشاهده نمی‌شود. بنابراین تفاوتی که ما مردمان جهانی که به جهان توسعه نیافته مشهوریم با غربیان، یعنی مردمان جهانی که به جهان پیشرفته شهرت یافته‌اند، چه به لحاظ صنعتی، تکنولوژیکی و کشاورزی و چه از نقطه نظر پندار، گفتار و رفتار داریم، نه به دلیل تفاوت در ارث، نژاد و رنگ و خون، بلکه در تفاوتی است که بین شرایط حاکم بر جامعه ما و آنها وجود دارد. برای مثال اگر مشاهده می شود که در حال حاضر مثلا آلمانی ها یا فرانسوی ها در بسیاری از زمینه ها
قابلیت و کارایی بیشتری از خود نسبت به افغان‌ها یا سودانی‌ها نشان می‌دهند، نه به خاطر ارث متفاوت، بلکه به این دلیل است که آنها تحت آموزش و پرورش مناسب قرار گرفته و در اثر تمرین و تکرار یاد گرفتند که چگونه از قابلیت‌هایشان استفاده کرده و آنها را از قوه به فعل درآورند. از تاریکی اختناق به نور آزادی. کسانی که دستی بر قلم و چشمی بر ادبیات جهان دارند، شرایط زندگی مردم اروپا قبل از دوران نوزایی را می‌دانند و به روندی که ملل اروپایی را از آنچه که بودند به دینجا رساند آگاهند. برپا داشتن شالوده‌های سازمانی مبتنی بر منافع عموم، اجرای قانون برای همه و یکسان قرار گرفتن مردم در برابر آن چیزی نبود که به سادگی به دست آمده باشد. تحولاتی که حاصلان اعلامیه حقوق بشر بود، با تلاش، سعی، ممارست، کوشش و جهاد میلیون‌ها انسانی به دست آمد که به آزاد زیستن انسان در جامعه مردم سالار و قانونمند اعتقاد داشتند. نگاهی دوباره به نخستین مواد این اعلامیه خالی از لطف نیست. 1. انسان‌ها آزاد به دنیا آمده‌اند و آزاد می‌مانند و در حقوق برابرند. تمایزهای اجتماعی تنها می‌تواند بر پایه خیر همگانی بنیاد شود. 2. هدف همه سازمان‌های سیاسی حمایت از حقوق طبیعی و سلب ناشدنی انسان هاست. این حقوق عبارتند از آزادی، مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر ستم. 3. اصل هر فرمانروایی اساساً در ملت است. هیچ کس نمیتواند هیچ گونه قدرتی را که مستقیما از ملت پدید نیامده باشد بر کسی اعمال کند. 4. حق هر فرد از همان آغاز مشروط به رعایت حق دیگری می شود. یعنی هر کس آزاد است که هرچه می خواهد انجام دهد، به شرط آنکه به آزادی دیگری به حق او تجاوز ننماید. و بنگریم که این معنا را حافظ چه زیبا بیان کرده است. مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست. نابرابری هایی که از تعلق به خانواده، قوم، قبیله، طبقه اجتماعی یا مذاهب سرچشمه می گرفت و دیوارهای نامرئی بین مردمان کشیده و راه اتحاد آنان را مسدود ساخته بود از بین رفت و آدمیان آموختند که یکدیگر را به دیده هم نوع بنگرند و در عین آن که موافق منافع خود عمل می کنند، رفاه و مصلحت ملتی را که بدان وابسته اند را نیز در نظر گیرند. درک و قبول این حقیقت که هر آدمی منحصر به فرد است و کوشش در پرورش و کمک به رشد او گرانبهاترین موفقیتی بود که نصیب مردمان در این بره از تاریخ بشر گردید. انسان غربی طی زمان و در سایه آزادی، امنیت سگانه و عدالت توانست در بسیاری از زمینه‌ها به شکوفایی رسد. این شکوفایی در علم، به اختراعات و اکتشافات در تمامی زمینه‌ها از جمله پزشکی، کشاورزی، صنعت و تکنولوژی انجامید و در نهایت به بالاتر رفتن سطح بهداشت مردم، طول عمر و رفاه و برخورداری هرچه بیشتر از امکانات طبیعت و لذایذ زندگی منجر شد. شکوفایی در زمینه‌های فرهنگی و هنری به رشد ادبیات، فلسفه، موسیقی، سینما، تئاتر، مجسمه سازی، معماری، نقاشی و غیره انجامید و بالاخره شکوفایی و رشد در زمینه‌های اخلاق فردی و اجتماعی به اینجا رسید که غربی بتواند به عقیده دیگری احترام بگذارد، در بیان نظراتش صادق باشد، عقیده مخالف خود را تحمل کند، اشتباه خویش را بپذیرد، در امور شخصی دیگران دخالت نکند، حقوق دیگران را محترم بشمارد، احساسات شخصیش را از عقیده‌اش جدا نگه دارد، در قضاوت عجول و افراطی نباشد و مهمتر از همه دانست که تا عیب او مشخص نشود اصلاح نخواهد شد و تا نقدی نباشد پیشرفتی در کار نخواهد. بومارشه، نمایشنامه نویس قرن 18 در فرانسه، جمله‌ای به این مضمون دارد: تا آزادی انتقاد نباشد، ستایش ارزنده‌ای نیز نمیتواند وجود داشته باشد. این جمله از 100 سال پیش تا کنون سرلوحه روزنامه فرانسوی زبان فیگاروست. خبر آزاد شدن انسان در غرب از طریق تولیدات فکری او که زاده همان آزادی بود، یعنی کتاب، نشریات، رادیو، تلویزیون و سایر وسایلی که ارتباط غرب را با دیگر کشورها عملی می‌ساخت، به دیگر نقاط جهان رسید و آرامش ذهنی و فکری ملت‌های تحت ستم یا عبارتی به ستم خو کرده را برهم زد. خوابشان را آشفته ساخت و آنها را به یاد آزادی انداخت که به بهانه‌های مختلفی از آنها غصب شده بود. شوق پرواز، ماندن در قفس را برای آنها دشوار نمود. در راستای کسب این آزادی اعتراضات، تظاهرات و انقلاب‌ها در بسیاری از جوامع شروع شد. این نوا در کشور ما از زمان مشروطیت طنین‌افکن شد و تلاطم‌های متعاقب آن به تدریج شدت یافت
و اکنون با ورود همه جانبه دستاوردهای غربی اما از تکنولوژیکی و اجتماعی از طریق اینترنت و ماهواره به اوج خود رسیده است. البته این بدان معنا نیست که تمامی اختراعات و اکتشافاتی که امروز در اختیار جهانیان قرار دارد منحصراً محصول ذهن و تفکر غربی است. بشر در طول تاریخ چند هزار ساله خود به یافته‌های بسیاری در زمینه‌های علمی، صنعتی، ادبی و فلسفی نائل شده بود و همینها خمیرمایه و اساس بسیاری از دستاوردهای امروز غرب را تشکیل می‌دهد. صحبت در اینجا از شرایطی است که باعث می‌شود بازده فکری انسان در طول چند دهه اخیر معادل چند هزار سال قبل از آن شود. همچنین در راستای دستیابی به آزادی و دموکراسی استقبال بی‌سابقه و استفاده همه جانبه از دستاوردهای تکنولوژی غربی آغاز گردید و همزمان الگوبرداری و تقلید از پدیده‌های اجتماعی غربی نیز شروع شد. اما از آنجایی که الگوبرداری و تقلید از بسیاری از این پدیده‌ها مستلزم داشتن ذهنیت و باورهای در خور همان پدیده هاست، باورهایی که در تضاد با باورهای ما قرار دارد، این مسئله مشکلات تازه‌ای را برای جامعه ما ایجاد کرده که در اینجا به مواردی از آنها اشاره می شود. در زمینه‌های پزشکی و بهداشت، پیشگیری و درمان و به دنبال آن کم شدن مرگ و میر و افزایش طول عمر که حاصل پیشرفت‌های چشمگیر در علم پزشکی در غرب بود، به موازات رشد در سایر ابعاد و زمینه‌ها صورت گرفت. بدین معنا که همزمان و در راستای پیشرفت علم پزشکی، امنیت اقتصادی در جامعه به وجود آمد، به نحوی که والدین دیگر برای تأمین مالی زمان پیری خود احتیاجی به فرزند بیشتر یا به اصطلاح عصای دست نداشتند. به علاوه با بهبود وضع رفاهی مردم، تفریحات متنوع‌تری جز رفت آمدهای فامیلی که لازمه آن داشتن خانواده گسترده‌تر یعنی فرزندان بیشتر است به وجود آمد. آموزش‌های لازم در جهت کنترل جمعیت نیز فراهم شد و ذهنیت جامعه در راستای داشتن فرزند کمتر تغییر یافت. بنابراین پیشرفت پزشکی در غرب به انفجار جمعیت نینجامید، اما ورود و استفاده از وسایل و تکنیک‌های پیشرفته پزشکی از غرب به کشور ما، هرچند به بالا رفتن نسبی سطح بهداشت جامعه و افزایش طول عمر انجامیده است، به دلیل فراهم نبودن برنامه‌هایی در جهت بهبود وضع اقتصادی و تأمین آینده مردم و همچنین نبودن امکانات آموزشی در جهت تغییر ذهنیت جامعه در کنترل موالید، باعث شد که جمعیت ما در مدت 20 سال یعنی از سالهای 1357 تا 1377 به 2 برابر برسد و این خود بزرگترین مصیبت برای کشوری است که با داشتن منابع طبیعی فراوان امکانات یک زندگی مناسب برای حتی 1/3 از این جمعیت را نیز ندارد. این افزایش طول عمر اگر با فراهم آوردن امکانات پزشکی به خصوص برای سالمندان توأم نباشد، میتواند جامعه را در آینده‌ای نه چندان دور با دشواری‌های اسفبار دیگری روبرو کند. در زمینه آموزش و پرورش، روش سنتی ما در آموزش شیوه حفظ کردن بوده است. حفظ نمودن و بیان کردن قصه ها و اشعار حکمت آموز و ضرب‌المثل ها نشانی از دانش شخص بود، بدین معنا که ما برای هر وضعیت مثال و شعر و اندرز مناسب با آن را داشتیم. در این صورت نیازی به فکر کردن و نوآوری نبود. به عبارت دیگر ما به جای فکر کردن دانسته های پیشینیان را حفظ کرده و در مواقع لزوم از آنها بهره گرفته و آن را پشتوانه صحت گفتار و اعمال خود قرار می‌دادیم. اما ناگهان دروس غربی را وارد سیستم آموزشی خود کردیم، از علوم طبیعی گرفته تا علوم انسانی. این دروس پس از نوزایی در غرب و در راستای آزادی اندیشه و بر مبنای پویایی تفکر و بر اساس نقد و بررسی به وجود آمده و به همین روال تکامل یافته و می‌یابد. اما ما این دروس را از غرب وارد کردیم و با شیوه خودمان یعنی حفظ کردن با آنها برخورد نمودیم. نتیجه این شد که با این همه دانشگاه، مدرسه، آموزشگاه و متخصص از پیشرفت علمی در جامعه ما آنگونه که در غرب شاهد آنیم خبری نیست. در زمینه روابط اجتماعی، آزادی رابطه بین زن و مرد در غرب در خلال سالیان دراز و در پی نیاز جامعه در حال تحول آن روز غرب به وجود آمد. هنگامی که زن و مرد به حقوق تقریبا مساوی دست یافتند، مرد سالاری رنگ باخت و به تدریج بر مبنای نیازهای اقتصادی جامعه زن وارد بازار کار شد. رهایی زن از وابستگی اقتصادی به مرد به رهایی او از سلطه اجتماعی فرهنگی مرد انجامید و بدین ترتیب زن در تمامی سطوح آموزشی، هنری، ادبی و سیاسی به فعالیت مشغول شد. این رهایی به تدریج منجر به نوع دیگری از رابطه آزاد بین زن و مرد گردید. در این راستا آموزش‌های لازم از سطح دبیرستان و حتی پایین‌تر شروع شد.
این آموزش‌ها در جهت پیشگیری از پیامدهای احتمالی چون فرزندان ناخواسته و بیماری‌های جنسی بود. قوانینی نیز در جهت حمایت از مادران و کودکان وضع گردید. این پدیده‌های اجتماعی به تدریج صورت گرفت و به موازات آن ذهنیت توده مردم اعم از زن و مرد نیز تغییر کرد و چنین شد که آزادی رابطه بین زن و مرد در غرب منجر به فاجعه‌های اجتماعی چندانی نگردید. اما ورود این دستاورد غربی به جامعه ما به گونه‌ای ناگهانی و تقلیدی هرچند مفاهیمی چون حقوق زنان را در اذهان مطرح کرده است، اما به دلیل تضاد آن با ذهنیت مذهبی سنتی و مرد سالار جامعه ما مشکلاتی چون متلاشی شدن خانواده‌ها و به موازات آن بیبندوباری اجتماعی نظیر فحشا و اعتیاد و ازدیاد بیماری‌های جنسی و همچنین کودکان ناخواسته را به بار آورده است. آثار این تقابل یا بهتر بگوییم تضاد بین سنت و مدرنیته یا تقدم و تجدد را در بسیاری دیگر از سطوح اجتماعی و سیاسی و حتی فردی میتوان مشاهده کرد. در سطح خانواده این تقابل به شدت گرفتن اختلافات بین دو نسل و همچنین زن و شوهر انجامید و در سطح فردی ما را به انسان‌های سرگردان و به عبارتی بی‌هویت تبدیل کرده است که نه دیگر می‌توانیم به شیوه پیشینیان خود با باورها و اعتقادات آنها زندگی کنیم و نه می‌توانیم مانند انسان غربی باشیم. به این دلیل که آن فاصله تاریخی که منجر به تغییر تدریجی ذهنیت و نحوه تفکر آنان شد را طی نکرده‌ایم. شاید بتوان گفت نه شرقی نه غربی فقط در این رابطه در مورد ما مصداق دارد. به گفته شایگان که این قسمت از کتاب را مدیون کتاب آسیا در برابر غرب او هستم، آنچه توده‌های غربی را بدون داشتن اعتقادات پیشینیانشان حفظ می‌کند حکومت قانون، اصل مسئولیت مدنی، اصل آزادی اجتماعی و حقوق فردی است که پیروزی‌های پی در پی هستند که غرب طی صدها سال کوشش و مبارزه به دست آورده است. در حالی که ما بدون دستیابی به این مواهب اعتقادات و باورهای خود را نیز از دست داده یا در حال از دست دادن آنهایی. همان باورهایی که مردم را تا اندازه‌ای به اعمال نیک راهنمون شده و بر خواهش نفسانی توده ها مهار می‌زدند. و این بزرگترین خطری است که جامعه ما را در حال حاضر تهدید می‌کند. اگر ما با فرهنگ غرب مواجه نبودیم وقت کافی و فرصت بیشتری برای تغییر و تحول و به عبارتی خانه‌تکانی فرهنگی داشتیم، اما ورود سریع و همه جانبه پدیده‌های غربی ما را به لحاظ زمانی در تنگنا قرار داده است. به این خاطر باید به طور جدی به راه‌هایی بیاندیشیم که بتوانیم هرچه سریعتر این فاصله زمانی را طی کنیم. بدیهی است این مهم بدون درک و شناخت کافی از مشکلی که در برابر ما قرار دارد به انجام نخواهد رسید. با این امید که این کتاب بتواند توجه خوانندگان و افراد مسئول و دلسوز را به عمق و ابعاد مشکلی که ما و جامعه ما را تهدید می‌کند معطوف نماید. سخنی با خواننده. آنچه در صفحات بعد خواهید خواند نوشتارهایی است که حاصل چندین سال مشاهده، تفکر و همچنین گفتگوهای من با هموطنان و غیر هموطنانم در استرالیا است. در این نوشتارها بسیاری از رفتارها، برخوردها و واکنش‌های اجتماعی و فردی روزمره ما که حاصل زیستن در جامعه‌ای ناامن و نابرابر است، با رفتارها و روش و منش افراد پرورش یافته در جوامع نسبتاً امن و تقریباً برابر به مقایسه کشیده شده است. ضرورت این مقایسه از این واقعیت ناشی شد که بیشتر کسانی که به غرب رفتند از برابری انسان‌ها در مقابل قانون، از آزادی و رفاه اقتصادی و غیره در آنجا گفتند و نوشتند، اما کمتر کسی به اثرات این عوامل بر روان، تفکر، منش و خلقیات و عادات انسانها در این جوامع سخنی به میان آورد. به همین ترتیب از نابرابری انسانها و نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در کشورهای عقب مانده بسیار گفته شده و می شود، اما از اثرات سوء این عوامل بر نحوه تفکر، رفتار و خلقیات ما انسانها کمتر سخنی به میان آمده است. رفتارها و برخوردها و احساسهایی که با لحظه لحظه زندگی فردی و اجتماعی ما آمیختند و مانند خور ما را از درون تحلیل میبرند و در تکرار مداوم خیش ریشه هایشان را در ما عمق و استحکام بیشتری میبخشند. به عبارت دیگر، نه کسی اشاره به این کرد که چرا ما چنین شدیم و چنین مانده ایم و نه کسی گفت چرا آنها چنین نیستند. در این کتاب سعی کردم به اثرات بعضی از این عوامل مانند ناامنی، نابرابری و فقر و همچنین مورد مقایسه قرار گرفتن در به وجود آمدن خصوصیات و رفتارهای فردی و اجتماعی خودمان بپردازم. به منظور جلوگیری از سوء تفاهم‌های احتمالی توجه هموطنانم را به چند نکته جلب می‌نمایم. نکته اول،
گونه که گفته شد شرایط زیستی یک جامعه از قبیل شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، جغرافیایی و اقلیمی میتواند آنچنان بر گفتار و اندیشه مردم آن جامعه تأثیر بگذارد که علی‌رغم تفاوت‌های فردی یعنی ارثی و طبقاتی خصوصیات، آداب و عادات تقریبا مشابهی در آنها به وجود آورد، به طوری که بتوان آنها را به عنوان یک ملت از سایر ملل متمایز کرد. این کتاب به بررسی این ویژگی‌ها تحت نام فرهنگ می‌پردازد. نکته دوم، در شروع هر یک از باب‌های اول تا 4 مختصراً به علت یا علل خصوصیات اخلاقی و رفتارهای فردی و اجتماعی ما پرداخته شده و به دنبال آن نکته‌ها، مشاهدات و گفتگوهایی را در قالب نوشتارهای کوتاه با زبانی ساده و خودمانی خواهید خواند. گفتگوهایی که خمیرمایه اصلی و انگیزه تفکر و نگارش این کتاب بوده و تنها بخشی از مشکلات فرهنگی ما را به نمایش می‌گذارند که در محدوده دید و نگاه و تجارب شخصی من قرار داشتند. این سبک با این امید انتخاب شده که اکثریت باسواد مردم که این مجموعه برای آنها به نگارش درآمده بتوانند از آن بهره مند شوند. نکته سوم، در پژوهش‌های علمی وقتی خصوصیتی را به جمعیتی نسبت می‌دهیم بدان معنا نیست که همه افراد آن جامعه آن خصوصیت را دارا بوده و یا به یک میزان واجد آن هستند. برای نمونه وقتی گفته می شود مردان از زنان بلند قدترند، به این معناست که در مجموعه‌ای از زنان و مردان بیشتر مردان از بیشتر زنان بلند قدترند، اگرچه ممکن است در همان مجموعه یک زن دارای بلندترین قد باشد. به همین روال اگر از خونگرمی ما ایرانیان به عنوان یک خصوصیت ملی نام برده می شود، مفهوم آن این نیست که همه ایرانیان خونگرم یا به یک میزان دارای این ویژگی هستند، بلکه به این معناست که اگر 100 نفر ایرانی را به طور تصادفی انتخاب کنیم و با 100 نفر انگلیسی مقایسه کنیم، تعداد خونگرم ها در 100 ایرانی به مراتب بیش از تعداد آن در 100 نفر انگلیسی است. بنابراین ویژگی هایی که در این کتاب با عنوان ویژگی های ملی به آن پرداخته شده، چه مثبت چه منفی، چه بین شرقی ها چه میان غربی ها، در تمام افراد به یک میزان مشاهده نمی شود. تفاوت در خصوصیات اخلاقی بین افراد به دلیل تفاوت در ارث و تربیت خانوادگی آنها و تفاوت در خصوصیات فیزیکی به دلیل تفاوت در ارث و نوع تغذیه افراد است. نکته 4، بسیاری از ویژگی‌های اخلاقی در اثر چند عامل یا به گونه‌ای زنجیروار و علت و معلولی ایجاد می‌گردد. از آنجا که ریشه‌یابی کامل و چند جانبه یک خصوصیت در یک نوشتار به طولانی شدن و در نتیجه ملال‌آوری آن می‌انجامید، آنها را در نوشتارهای کوتاه و از زوایای مختلف مورد مداقه قرار دادم. در نتیجه برای درک بهتر از نحوه پیدایش خصوصیات و ویژگی‌های اخلاقیمان، خواندن کامل کتاب توصیه می‌شود. نکته 5، چون مطالب مطرح شده در این کتاب خواسته یا ناخواسته به زمینه‌های متفاوتی از جمله روانشناسی فردی و اجتماعی و همچنین تاریخی، اقتصادی و سیاسی نیز کشیده شده، زمینه‌هایی که من تخصصی در آنها ندارم، این امکان وجود دارد که ایرادات علمی از طرف متخصصان مربوطه بر آن وارد شود. ایرادات از اعتبار آنچه که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است نخواهد کاست. نکته 6، از آنجا که یکی از وجوه احترام در جوامع به شدت نابرابر تعریف و تمجید کردن است، عمل عکس آن یعنی بیان نارسایی‌ها یا هر گونه انتقادی بی احترامی تلقی شده و باعث آزردگی خاطر می شود. به این ترتیب تکدر خاطر خوانندگان این کتاب که عمدتاً به نارسایی‌های اخلاقی فردی و اجتماعی ما پرداخته، امری اجتناب ناپذیر خواهد. این تکدر را به جان می‌خرم، چرا که علاقه وافر به پیشرفت هموطنانم و آگاهی به این مهم که جوامع پیشرفته دنیا دستاوردهای خود را مدیون نگاه منتقدانه به خود، استقبال از نقد، کشف و ردیابی نقاط ضعف و همچنین تلاش پیگیر در جهت برطرف کردن آنها هستند، مرا به نگارش این کتاب مشتاق کرد. نکته 7، ممکن است به نظر برسد که کتاب اشاره‌ای به نابسامانی‌های جامعه غرب نکرده است. بدیهی است هر جامعه‌ای مشکلات خاص خود را دارد و اصولاً هر تغییر و نوآوری در اجتماع انسانی همراه با مزایا و معایبی را نیز با خود به دنبال می‌آورد و امنیت و آزادی و برابری نیز از این مقوله مستثنا نیستند. هدف من از نوشتن این کتاب بررسی نقاط ضعف و مشکلات جامعه غرب یا سیاست حاکم بر این جوامع نبوده است، بلکه از غرب به عنوان وسیله‌ای برای مقایسه و شناسایی نقاط ضعف فرهنگی خودمان سود جستم. نکته 8، هدف از کلمه غرب در این مجموعه نه غرب جغرافیایی بلکه جوامعی است که در آن اکثریت اقشار مردم صرف نظر از جنس، نژاد، ملیت و مذهب، سن و غیره در پناه قانون بوده و از حقوق تقریباً و نسبتاً برابری برخوردارند.
و اگر نگوییم همگان که قشر وسیعی از مردم مشکل چندانی به لحاظ مسکن، شغل، آموزش و بهداشت ندارند و غرض از غربی انسان‌های پرورش یافته در چنین جوامعی هستند. با این تذکر غرض از شرق و شرقی نیز روشن است و نیازی به توضیح ندارد. در ضمن کلمات خارجی اروپایی و غربی مترادف هم به کار گرفته شدند. نکته نهم، آنچه در این کتاب از خصوصیات اخلاقی و فرهنگی غربی آوردن بیشتر بر پایه مشاهدات هم از استرالیایی ها بوده است. هرچند استرالیا را میتوان کشوری با فرهنگ غربی دانست، اما به طور حد تفاوت‌هایی بین آن و سایر کشورهای پیشرفته جهان به لحاظ سابقه تاریخی و فرهنگی وجود دارد. این تفاوت‌ها با توجه به اختلافات ریشه‌ای بین دو فرهنگ و شرق غرب که مد نظر این کتاب بوده است، قابل چشم‌پوشی هستند. نکته دهم، با توجه به اینکه من خود نیز پرورده شرایط ذکر شده‌ام، طبیعتاً در اسارت مشتی از این خصوصیات به سر میبرم. سعی وافر کردم از بعضی از این ویژگی‌ها که میتوانستند تأثیر منفی در نوشتن مطالب بگذارند، مانند کلیگویی، مبالغه کردن، تعمیم دادن، بی‌انصافی و تفسیر شخصی بپرهیزم. قضاوت در مورد اینکه تا چه اندازه در این کار موفق بودم بر عهده خوانندگان منصف و سلیم النفس است. همچنین با توجه به اینکه من خود به طبقه و قشر خاصی از این جامعه، یعنی طبقه متوسط تحصیل کرده تعلق داشته و بیشتر با افرادی در همین رده مراوده و معاشرت داشته‌ام، غیر قابل انتظار نیست اگر مشاهدات و مثال‌هایی عنوان شده در این کتاب برای اقشار دیگری از جامعه کم یا زیاد ناملموس به نظر آید. نکته 11. به طور حتم در 10 سالی که من از کشور دور بودم، تحولاتی در جامعه ایران صورت گرفته است. این تحولات با احتمال قریب به یقین در بعضی از رفتارهای فردی و جمعی مردم ما تغییراتی به وجود آورده و آنها را دستخوش تعدیل، تشدید یا تغییر کلی کرده است. اما با توجه به اینکه این تغییرات به دلیل ناهمگون بودن امکانات آموزشی و پرورشی و همچنین اقتصادی همگان را شامل نمی شود، مطالب این کتاب هنوز می تواند مورد استفاده گروه یا بخشی از جامعه قرار گیرد. لازم به ذکر است که پاورقی‌ها به دلیل وقفه‌ای که در خواندن نوشتارها به وجود می‌آوردند از فایل‌های صوتی حذف شدند. از آنجا که این پاورقی‌ها حاوی نکات جالب و همچنین توضیحاتی در جهت رفع سوء تفاهمات احتمالی خوانندگان میباشند، از علاقه‌مندان تقاضا می‌شود به نسخه چاپی کتاب و یا فایل‌های نوشتاری آن که به صورت PDF در کانال تلگرامی در اسارت فرهنگ قرار داده شده‌اند رجوع نمایند. در اسارت فرهنگ، ریشه‌یابی خلق و خو، آداب و عادات ما ایرانی‌ها، انتشارات صمدیه 1395، نویسنده و راوی طاهره شیخ الاسلام، قسمت سوم، صفحات 46 تا 62. AvoyebookWordPress.com. آیا در این دیار کسی هست که از آشنا شدن با چهره فنا شده خیش وحشت نداشته باشد؟ فروغ فرخزاد. باب اول، ترس و اثرات آن بر خلق و خو و رفتارهای فردی و اجتماعی ما. پیشرفت یک جامعه در گروه شکوفایی استعدادهای بالقوه افراد آن جامعه است و زمین ساز این شکوفایی امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. ترس و خلاقیت‌ها امکان بروز و به استعدادها مجال رشد و شکوفایی نمی‌دهد. هرمز را گفتند از وزیران پدر چه خطا دیدی که بند فرمودی؟ گفت خطایی معلوم نکردم، ولیکن دیدم که مهابت من در دل ایشان بیکران است و بر عهد من اعتماد کلی ندارند. ترسیدم از بیم گزند خیش آهنگ هلاک من کنند. پس قول حکما را کار بستم که گفتند از آن کس تو ترسد بترسی حکیم، وگر با چنو صد برایی به جنگ. از آن مار بر پای رائی زند که ترسد سرش را بکوبد به سنگ. نبینی که چون گربه عاجز شود برآرد به چنگال چشم پلنگ؟ گلستان سعدی، باب اول. ترس جزء جدایی ناپذیری از زندگی ما انسان هاست. علت بسیاری از این ترس ها عوامل طبیعی چون سیل و زلزله و آتشفشان و یا بیماری و درد و پیری و زمینگیری، بی کسی، غربت، تنهایی و بالاخره مرگ است. ترس های دیگری چون ترس از دست دادن کسانی که دوستشان داریم،
ترس از به دست نیاوردن چیزهایی که آرزویشان را داریم، ترس از دست دادن چیزهایی که گرد آورده ایم، نیز حتی در متعادلترین و مناسبترین شرایط اجتماعی ذهن و فکر بسیاری را درگیر خود کرده و می کند. اما ترسی که در این مبحث به آن پرداخته خواهد شد، نه ترس از زلزله و آتشفشان، نه ترس از مار و عقرب و نه ترس از حمله دشمن و مرگ، بلکه ترس ما انسان‌ها از یکدیگر است. این ترس زاده عوامل متعددی از جمله فقر، نابرابری و بیقانونی است. به دلیل نیاز طبیعی به بقا و در جهت مقابله با این عوامل، رفتارها، گفتارها و آدابی در ما به وجود آمده که در تکرار خیش به صورت عادت و به عبارتی فرهنگ ما در آمده است. این فرهنگ که خود زائیده ترس و فقر و نابرابری و بیقانونی است، شهامت راستی و صداقت را در ارتباطات فردی و اجتماعی از ما گرفته است. در تمامی دنیا افراد به دلایل متفاوتی چه از نظر فیزیکی و چه به لحاظ بهره هوشی و استعدادها از یکدیگر متفاوتند و این تفاوت هاست که حتی در بهترین شرایط و عادلانه ترین سیستم ها به تفاوت افراد از نقطه نظر موقعیت اقتصادی و اجتماعی می انجامد و چاره‌ای جز قبول آنها نیست. اما اگر این تفاوت ها به دلیل نبود قانونی که از حقوق تمامی انسانها دفاع کند باعث شود که هر کس بتواند بر کسانی که به لحاظی از او ضعیف‌ترند اعمال قدرت نماید، انسانها در هر کجای جامعه که باشند در ترس از یکدیگر به سر میبرند. توجه داشته باشید که وقتی گفته می شود هر کس می تواند اعمال قدرت نماید، بدین معنا نیست که هر کس اعمال قدرت می نماید. ممکن است حتی تعداد کمی از افراد از مقام و موقعیت خیش در جهت آزار و پایمال کردن حق دیگران استفاده کنند. اما نکته در اینجاست که چون این امکان برای آن کس که تمایل به سوء استفاده از قدرت خیش را دارد فراهم است، مردم همیشه در حال ترس به سر میبرند. درست به این میماند که شخصی چکش به دست بالای سر شما ایستاده باشد و به او این اجازه را بدهند که هر وقت میخواهد آن را بر سر شما فرود آورد. ممکن است او هیچگاه این کار را نکند، اما این ترس و دلهره همیشه در شما وجود دارد که آن چکش هر آن میتواند بر سر شما فرود آید و همین باعث می شود که مدام به شخص بالای سرتان باج بدهید و به اصطلاح دلش را به دست آورید. برای نمونه وقتی رئیس بتواند کارمندش را اخراج کند، پزشک بتواند در معالجه بیمار سهلنگاری نموده و او را معلول کرده یا با خطر جانی مواجه کند، کارمند بتواند کار ارباب رجوع را راه نیندازد، حتی نانوا، قصاب و بقال بتوانند نان، گوشت و برنج را به مشتری نفروخته یا جنس بنجل به او غالب کنند و مرجعی نیز برای دادرسی وجود نداشته باشد، مردم مجبور می شوند که خود محافظت از خود را به عهده بگیرند. این محافظت و کسب امنیت از طریق جلب رضایت این افراد که در اینجا از واژه سلطه‌گر برای نشان دادن آنها استفاده می کنم صورت می گیرد. مقصود از سلطه‌گر کسی است که در هر موقعیتی که باشد تمایل به اعمال نظر و زورگویی به دیگران، یعنی سوء استفاده از قدرت خویش را داشته باشد. این افراد حتی بین اعضای یک خانواده یا یک فامیل یا بین دوستان بدون رابطه فرادستی و فرودستی فقط به دلیل داشتن شخصیتی عصبی، مهاجم و پرخاشگر مشاهده می شوند. با توجه به اینکه واژه ترس نه برای سلطه‌گر و نه برای سلطه‌پذیر مطلوب نیست، تمامی اعمالی که برای جلب رضایت و حمایت و کسب امنیت و از سر ترس انجام می شود احترام نام گرفتند. علت این امر شاید این بوده که واژه ترس از مافوق تصویر نازیبای موجودی هولناک و از مادون تصویر نازیبای موجودی ترسو و ضعیف النفس در ذهن مجسم می کند و این هر دو تصویر ناخوشایندند. اما واژه احترام از مافوق یک فرد محترم و از مادون یک شخص مؤدب در ذهن مجسم می کند و هر دوی این تصاویر نیز در فرهنگ ما خوشایندند. نکته دیگر این که احترام تلقی شدن این اعمال باعث شده که همگان از یکدیگر توقع انجام آنها را داشته باشند،
به عبارت دیگر این گفتارها و رفتارها کمیابیش به تمامی جامعه صرف نظر از رابطه فرادستی و فرودستی تسری یافته است. راه‌های جلب رضایت و پیامدهای زیانبار آنها: اطاعت، تأیید، سکوت و سازش. اطاعت بیچون و چرا، سکوت در برابر کارهای غیر اصولی یا غیر اخلاقی و برخورد سازشکارانه با سلطه‌گر از نخستین راه‌های جلب رضایت اوست. احترام تلقی شدن این اعمال باعث انجام آنها می شود و معلوم می کند که ما چرا کسانی را بیشتر دوست داریم که ما را تأیید می کنند و مخالف نظر و عقیده ما حرفی نمی زنند. تعریف و تمجید کردن با گشاده رویی. تعریف و تمجید، تملق و ستایش، آن هم با رویی خوش و زبانی چرب و شیرین، دادن رشوه یا هدیه و شام و نهار و جانبداری از سلطه‌گر به هر ترتیب و طریق و در هر مجادله و معامله در راستای همین جلب رضایت صورت می‌گیرد. احترام و محبت تلقی شدن این اعمال است که باعث می‌شود از شنیدن تعریف و تمجید خوشحال شویم و ستایش کنندگان خود را در رده دوستان خویش قرار دهیم. واژه‌هایی چون چاپلوسی، خوش‌زبانی، خوش‌رقصی، خوش‌خدمتی، هندوانه زیر بغل دادن، خر کردن، چرب کردن سبیل، بادمجان دور قاب چیدن، مردمداری، محافظه‌کاری و فرصت طلبی که در زبان محاوره‌ای ما به کرات شنیده می شود، کم یا بیش و با توجه به مورد در همین رابطه مورد استفاده قرار می گیرد. عدم تحمل انتقاد، زودرنجی و حساسیت. وقتی تمام گفتارها و رفتارهای شمرده شده احترام نام گرفت یا نشانه دوستی و محبت دانسته شد، عدم انجام آنها باعث کدورت و عمل عکس آن، یعنی صراحت بیان، اعتراض و انتقاد، توهین تلقی شده یا دشمنی قلمداد می‌گردد و طبیعی است که کمتر کسی آن را برمی‌تابد. با این ترتیب روشن می شود که چرا ما انتقاد را بر نمی‌تابیم و هر منتقدی را دشمن تلقی می کنیم. استفاده از القاب و عناوین، تعظیم و تکریم. کاربرد القابی چون حضرت عالی، جناب عالی، سرکار عالی و سرکار علیه برای بزرگ کردن طرف مقابل و همچنین استفاده از کلماتی چون نوکر، چاکر، حقیر، مخلص، فدوی، جاننثار، کوچک، ارادتمند برای کوچکتر کردن خود و همچنین استفاده از عناوینی چون دکتر، مهندس، رئیس و مدیر از راه‌های دیگر جلب رضایت بوده و نشان احترام تلقی می شود. استفاده از کلماتی چون فرمودید به جای گفتید و عرض کردم به جای گفتم و عبارت مبالغه آمیز دیگری چون قدمتان بر چشم، بنده نوازی فرمودید و مزین فرمودید و همچنین تعظیم، تکریم، دستبوسی و غیره نیز در همین راستا، یعنی از ترس اما در پوشش مخملی احترام در میان ما رایج شده است. طبیعی است کسانی که به لحاظ شخصیتی خوی سلطه‌پذیرتری دارند و فرصت طلبتر هستند در استفاده از این واژه‌ها و انجام این اعمال راه افراط در پیش می‌گیرند. غیبت کردن، گله‌گذاری، دورنگی، دروغ و رازگشایی. وقتی برای ابراز احترام به تعریف و تمجید از یکدیگر پرداختیم و از انتقاد، اظهار عقیده و نظرات خود ابا نمودیم، عقاید و نظریات خویش را در پشت سر یکدیگر مطرح می‌کنیم. این عمل دروغگویی، دورویی، تظاهر، دورنگی و ریاکاری نامیده می‌شود. در عین حال این جلب رضایت و نشان دادن دوستی و ارادت خویش به یکدیگر می‌تواند به افشای مسائل شخصی دیگران بیانجامد. عدم اعتماد. وقتی در جامعه گفتن حرف‌های دلپذیر، شیرین و خوشایند در روبروی یکدیگر و بیان نقاط منفی و ضعف در پشت سر یکدیگر رایج شد، افراد اعتمادشان را به یکدیگر از دست خواهند داد. به علاوه در چنین شرایطی هیچگاه کسی درجه محبوبیت یا منفوریت واقعی خویش را نیز نخواهد فهمید. مبالغه کردن. وقتی اعتماد از بین رفت، حرف راست یکدیگر را نیز باور نخواهیم کرد. آنگاه مجبور می‌شویم که برای باوراندن حرف راست خویش از کاه کوه بسازیم و خود را به حالت مرگ نشان دهیم تا تبمان را باور کنند.
سعدی در باب 8 گلستان به این مطلب چنین اشاره دارد: دروغ گفتن به ضربت لازم ماند که اگر نیز جراحت درست شود نشان بماند. یکی را که عادت بود راستی، خطایی رود درگذارند از او. دگر نامور شد به قول دروغ، دگر راست باور ندارند از او. مبالغه کردن یا عدم اعتدال یکی از ویژگی‌هایی است که بر بسیاری از وجوه زندگی ما چون دوستی، مهر و خشم و نفرت سایه خویش را افکنده است. مبالغه در محبت را در جملاتی چون فدایت شوم و قربانت بروم میتوان دید و مبالغه در نفرت را در عباراتی چون چشم دیدنت را ندارم و بروی و بر نگردی، عبارت 100 بار و 1000 بار گفتم را زمانی استفاده می کنیم که حرفی را بیش از 1-2 بار به کسی زده ایم. مبالغه در تهدیداتمان نسبت به فرزندانمان با عباراتی چون اگر چنین کنی میکشمت خود را نشان میدهد و عبارت خدا مرگم بدهد مبالغه در واکنش‌هایمان به حوادث بسیار جزئی، مثلا ریختن کمی آب روی فرش یا شکست شدن یک گلدان سفالی است. توجه به این نکته ضروری است که مبالغه همانقدر که در تعریف و تمجید ممکن است باعث شادی و رضایت شود، در انتقاد و عیبجویی از دیگران باعث 100 چندان شدن دلگیری و نارضایتی می‌گردد. به همین ترتیب وقتی این انتقادها با خصوصیت عمومیت دادن و مطلق گرایی ما توأم می‌شود، یعنی با کلماتی چون همه، هیچ، همیشه، هیچ وقت همراه می‌گردد، بر شدت خشم فرد مورد انتقاد قرار گرفته اضافه خواهد شد. مثلا وقتی کسی در انجام یک کار موفق نمی‌شود، با گفتن تو هیچ وقت نمی‌توانی کاری را درست انجام دهی، یا وقتی فرزندانمان نمره خوبی نمی‌گیرند یا مدادشان را گم می‌کنند، با گفتن تو همیشه نمره‌هایت خراب می‌شود یا همیشه مدادهایت را گم می‌کنی، و یا وقتی می‌خواهیم کسی کاری برایمان انجام دهد و او سر باز می‌زند، با گفتن یک بار نشد من از تو کاری بخواهم و تو انجامش دهی خود را نشان می‌دهد. شاید علت این که ولتر دانشمند فرانسوی گفته است که مشرق زمینی‌ها از همه چیز با اغراق و مبالغه سخن می‌رانند ریشه در همین مسئله داشته باشد. به طور حتم چون ولتر هم اروپایی و هم سرشناس بوده است، مردم شرق نسبت به او عرض ارادت‌های مبالغه آمیز و تملق و تعریف و تمجیدهای فراوان نمودند. به طور حتم اگر او شخص گمنامی از کشوری غیر اروپایی بود، نوع دیگری با او رفتار می‌شد و در نتیجه او نیز نوع دیگری درباره مشرق زمینی‌ها قضاوت می‌کرد. هرچند که اگر چنین بود او دیگر ولتر نبود که قضاوتش از اهمیتی برای ما برخوردار باشد. قسم خوردن راه دیگری است برای اثبات حقانیت در جامعه‌ای که همگان از ترس خویش و تحت لوای احترام به دروغ گفتن به یکدیگر مجبور و متوسل می‌شوند. قسم می‌خوریم چرا که می‌خواهیم دوستی، دشمنی، انتقاد، سخاوتمندی، مهر و صداقتمان را باور کنند. قسم‌های مبالغه آمیز چون به جان تو، به مرگ خودم، به روح پدرم، به جان مادرم، به این نمک، به پیغمبر، به 12 امام و 14 معصوم. اما از آنجایی که افراد غیر صادق و دروغگو نیز از همین حرب استفاده می‌نمایند، این وسیله نیز کارایی خود را از دست می‌دهد. کتمان عقیده و نظر، تحریک کنجکاوی و قضاوت کردن. طبیعی است که وقتی در جهت ابراز احترام به دیگران یا ترس از آنان عقیده و نظر واقعی من را کتمان کردیم، نوعی کنجکاوی در جهت کشف خود واقعی ما در افراد به وجود می آید و باعث می شود که گاه فقط با مشاهده یک مورد یا شنیدن یک کلمه به حدس و گمان متوسل شده و ما را مورد قضاوت قرار دهند. در این رابطه مفصل‌تر صحبت خواهد شد. نشان دادن مقصود از طریق غیر مستقیم. در شرایطی که امکان بیان صریح عقاید وجود ندارد، استفاده از کنایه، ایما و اشاره یا رفتارهای خاص در جامعه رایج می‌گردد. اصطلاح به در بگو تا دیوار بشنود در همین رابطه به کار می‌رود. به عنوان مثال برای اشاره به خست یا نامرتب بودن یک فرد از سخاوتمندی یا مرتب بودن فرد دیگری سخن به میان می‌آوریم. این عمل آنچنان در بین ما فراگیر شده که حتی اگر کسی بدون نظر خاص از شخصی در جمعی تعریف نماید، این امکان وجود دارد که فرد یا افراد شنونده آن را به تکذیب از خود تعبیر کرده و دلگیر شوند. توهم، شکاکیت و تفسیر گفتار و اعمال دیگران.
بیان مقصود از طریق غیر مستقیم یا با رفتارهای خاص به نوعی شکاکیت و بدبینی می انجامد. بدین معنا که در حرفها و رفتارها به دنبال معانی خاص گشته آنها را تفسیر کرده و به خود می گیریم. این امر از 3 طریق به جامعه آسیب می رساند. اول اینکه ذهن افراد را درگیر این امر می کند که حرفی نزنند یا کاری نکنند که به کسی بر بخورد. و دیگر اینکه مقدار زیادی از وقتشان صرف دریافت و کشف پیام‌ها و تفسیر آنها می شود. و سوم اینکه گاه با تفسیرهای نادرست تنش‌ها، رنجش‌ها و سوء تفاهمات جبران ناپذیری را باعث می شود. توطئه، کارشکنی، غرض‌ورزی و حذف. جلب رضایت یک فرد گاه از طریق واگذار کردن امتیاز یا حقی که از آن دیگری است به او صورت می‌گیرد. کسی که حقش پایمال می‌شود با توجه به شرایط و موقعیت ممکن است دست به انتقام از طریق صدمه زدن، ترور شخصیت یا در شرایط حاد حذف فیزیکی بزند. اصطلاح از پشت خنجر زدن در زبان روزمره ما می‌تواند اشاره به همین مطلب داشته باشد. نفرت، کینه، احساس حقارت و عدم اعتماد به نفس. از آنجا که معمولاً ترس و نیاز فرد را مجبور به انجام اعمالی می نماید که مغایر با خواست باطنی اوست، احساسهایی چون حقارت، نفرت از خود، کینه از طرف مقابل و نفرت از او مجال رشد می یابند. خود بزرگبینی و تحمیل عقیده. جلب رضایت فرادستان موجب خودمحوری و خودبرتربینی در آنان نیز می گردد و باعث می شود که تحمیل عقیده به زیر دست برایشان امری عادی جلوه کند. بی‌توجهی و بی‌حرمتی. بدیهی است وقتی خوشرفتاری و خوشگفتاری از سر ترس یا به منظور جلب حمایت مادی یا معنوی صورت گرفت، بی‌اعتنایی و بدرفتاری به کسانی که ترسی در دل ایجاد نمی کنند یا نفعی برای ما ندارند مجوزی برای اعمال پیدا می نماید. اعمالی را که در رفتار فرادستان نسبت به فرودستان شاهدیم. انتقام به جای انتقاد. سکوت، اطاعت، عدم توانایی در ابراز عقیده و تمام کارهایی که ناخواسته و از روی ترس برای جلب رضایت دیگران انجام می شود به ایجاد نارضایتی درونی منجر می شود. گاه اتفاق می افتد که این نارضایتی ها از حد تحمل می گذرد و آنگاه است که سکوت شکسته شده و احساسات عقل و منطق را پس می راند و حرفهای ناگفته و تلمبار شده یک جا با حالت عصبانیت و خشم بیان می شود و انتقاد به انتقام یا انفجار شبیه می شود. این حالت را در سطح وسیع‌تر می توان در بسیاری از اعتراضات اجتماعی و سیاسی و در هر انقلابی مشاهده نمود. تخریب و آتش زدن اماکن و غارت اموال عمومی، اعدام‌های بدون محاکمه، همگی حاصل عقده‌های فروخورده و سرکوب شده و خفقان طولانی مدت یک ملت است. این احساسات سرکوب شده به باروت‌هایی می‌ماند که در روح و ذهن و روان یک ملت انبار شده و به جرقه‌ای برای انفجار نیاز دارد. و این جرقه همان نسیم آزادی است که معمولاً پس از هر انقلابی بر مردم می‌وزد. اما به دلایلی که در این کتاب بعضی از آنها اشاره شده دیری نمی‌پاید. اریک فروم معتقد است اگر زندگی را شکوفا شدن استعدادهای انسانی و فعالیت خودانگیخته انسانها بدانیم، هر اندازه که جلوی رشد خلاق فرد گرفته شود، تمایل به تخریب در او فزونی می‌گیرد. حیات دارای یک تحرک درونی است و می‌خواهد رشد کرده، بیان شده و جریان داشته باشد. وقتی در مقابل این جریان سدی به وجود آمد، انرژی که به سوی حیات متوجه بود به فساد می‌گراید و به تخریب میل می‌کند. این تخریب می‌تواند هم به ضد دیگران هم به ضد شخص صورت گیرد. به وجود آمدن شخصیت دوگانه. چون در حرم اجتماعی و در غیاب قانون هر کس در هر موقعیتی که باشد هم زیر دستانی دارد و هم بالا دستانی، احساس بندگی و اربابی یا سلطه‌گری و سلطه‌پذیری هر دو می‌تواند در فرد ایجاد شود. بدین معنا که افراد در برابر مافوق یا سلطه‌گر رفتاری از موضع ضعف و فرودستی، یعنی خوشرویی، خونگرمی، هم عقیدگی و همراهی، موافقت، صبر و حوصله، مهربانی مبالغه‌آمیز، ادب افراطگونه، شیرین زبانی، سرگرم کنندگی و غیره در پیش می‌گیرند و در برابر زیردست یا سلطه‌پذیر رفتاری از موضع قدرت، خودمحوری، خودبرتربینی، تفاخر، بی‌حوصلگی، کم محلی، بدقولی، اعتراض، انتقاد و غیره.
شدت و ضعف و چگونگی این رفتارها و گفتارها را علاوه بر جایگاه افراد در این هرم اجتماعی نسبت به یکدیگر، خصوصیات فردی و خانوادگی آنها نیز تعیین می‌کند. در عین حال باید گفت این رفتارها هنگامی که جایگاه افراد به طور مشخص در یکی از دو گروه فرادست یا فرودست قرار دارند و فرادستان سلطه‌گر و فرودستان سلطه‌پذیرند، در ظاهر مسئله ایجاد نمی‌کند. مثلا کارگر و کارفرما، معلم و شاگرد، یا پدر و فرزند، رئیس و کارمند. در این شرایط وقتی که شخص فرودست به لحاظ شخصیتی سلطه‌پذیر نبوده و حاضر به قبول قانون غیر عادلانه سلطه‌گر نباشد، تنش و برخورد ایجاد می شود و شخص حق طلب عواقب نافرمانی خیش را به صور گوناگون می پردازد. اما موقعی که افراد در جایگاه تقریباً یکسانی قرار دارند، رفتارها بیشتر بر مبنای خصوصیات فردی تعیین می گردد. برای مثال در میان کارمندان یک اداره یا افراد یک فامیل اکثراً مراعات فرد زورگو، عصبی و پرخاشگر را می نمایند. دیده می شود بعضی از افراد حتی از بیان سلیقه شخصی خود در مورد نوع غذا و شعر و موسیقی نیز در برابر دیگران عاجز می مانند و خود را هم نظر و هم عقیده آنان نشان می دهند. یکی از دلایل این امر همان گونه که اشاره شد این است که رفتارهای سلطه‌پذیرانه نشانه احترام تلقی می شود. تلاش برای صعود از نردبان قدرت. در چنین شرایطی بنا به مصداق برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پامال است، افراد هم خود را در جهت بالا رفتن از این هرم متمرکز کرده و به دنبال ثروت و مکنت و مقام می روند. یکسان نبودن امکانات چه به لحاظ استعدادها و چه به لحاظ شرایط خانوادگی و اجتماعی باعث می شود عده‌ای برای دستیابی به این معیارها ارزش‌های اخلاقی را زیر پا بگذارند. طبیعتاً در افرادی که موفق به صعود از این نردبان نمی‌شوند، احساسات منفی چون حسادت، نفرت، سرخوردگی، ناامیدی و پوچی به وجود می‌آید. اثرات تخریبی احساساتی این چنین مانند سمومی در جای جای جامعه نفوذ می‌کند و سلامتی روانی کل اجتماع را در خطر قرار می‌دهد. ممکن است گفته شود که مردم جوامع مدرن نیز به دنبال ثروت و مقام و موقعیت بهتر هستند. این حرف کاملا درست است، اما انگیزه آنها کمتر قدرت نمایی، تظاهر، تفاخر یا فرار از تحقیر و بیشتر ارضای علاقه فردی و دستیابی به یک زندگی بهتر است. متاسفانه تمام اعمالی که در جهت حفظ این نظام هرمی شکل حاکم، یعنی در راستای رضایت قدرتمندتر از خود صورت می‌گیرد، از پدر و مادر، معلم و استاد گرفته تا کارفرما، رئیس و وزیر، به دلیل احترام نامیده شدن آنها فضیلت و ارزش قلمداد می شود. این ارزش در ذهن و ضمیر مردمان این جوامع چنان جایگاهی یافتند که همگان خود را موظف به حفظ و پاسداری از آنها می دانند. متاسفانه ترس از افراد قدرتمندتر و ترس از جمع به تدریج به نوعی خودسانسوری درونی می انجامد که حتی با برقراری دموکراسی به صورت مطلوب نیز مشکل بتوان از شر آن رهایی یافت. از طرفی در ساختاری این چنین که فرد به بازی گرفته نمی شود و از ارزش و احترامی که باید برخوردار نیست، هر گونه نوآوری و خلاقیت بدعت محسوب شده و مورد حمله قرار می گیرد و به جای آن تقلید و دنبال روی رواج پیدا می کند. در جوامع مردم مدار برخلاف آنچه که در جوامع قدرت مدار می‌گذرد، مردم از مافوق خود نمی‌ترسند. با کم شدن یا از بین رفتن ترس، نیاز به باج دادن و راضی نگاه داشتن به صورتی که شرح آن گذشت از بین می‌رود. وقتی ترس نبود، اعمالی چون تعریف و تمجید بیش از حد، خاکساری و بله قربانگویی، سکوت و سازش و غیره نه تنها احترام تلقی نمی‌شود، بلکه نشانی از ضعف و زبونی قلمداد می‌گردد و خوشایند نیست. وقتی این اعمال احترام به حساب نیامد، صراحت لهجه و بیان عقیده مخالف و انتقاد نیز بی احترامی تلقی نمی‌شود. وقتی انتقاد بی احترامی تلقی نشد، افراد با متانت بیشتری با آن برخورد می‌کنند و از شنیدن آن برآشفته نمی‌شوند. به این ترتیب مردم شهامت نقد کردن و اظهار نظر کردن پیدا می‌کنند. صراحت بیان باعث به وجود آمدن اعتماد بین مردم می شود و به همین روال سایر عوارض منفی حاصل از ترس که در این مبحث به آن اشاره شد بین مردم کاهش می یابد.
ممکن است گفته شود که اجرای قوانین بنیاد شده بر عدالت اجتماعی و برقراری امنیت سگانه در جامعه ما نیز می‌تواند به تدریج باعث از بین رفتن ترس و ویژگی‌های منفی حاصل از آن شود. این حرف کاملا صحیح به نظر می‌رسد. اما توجه به یک نکته در اینجا بسیار حائز اهمیت است و آن اینکه رفتارها و گفتارهایی که در ذهن و ضمیر ما و طی قرون و اعصار به غلط معنای احترام و بی احترامی به خود گرفته و زنجیروار باعث به وجود آمدن آن همه خصوصیات منفی در ما شده اند، مانع بزرگی بر سر راه پیشرفت جامعه ما هستند. اعمال و رفتارهایی که طی دوران و با گذشت زمان به صورت ابزاری برای نشان دادن احترام، علاقه، نفرت و دشمنی و غیره در آمدند. به راستی چگونه میتوانیم این ابزارها را کنار بگذاریم؟ اگر این ابزارها را از ما بگیرند، ما چگونه علاقه و احترام خود را به یکدیگر نشان دهیم؟ این سوالی است که همه ما برای یافتن پاسخی برای آن باید اندیشه کنیم. آیا آگاهی از آن چه بر ما رفته و خواسته ما برای بهبود وضعیت فرهنگی و اجتماعی خویش میتواند این مانع را به تدریج از سر راه بردارد؟ آیا هر یک از ما باید تغییر را از خود شروع کند؟ به طور حتم اجرای قانونی که از حقوق همگان دفاع و نظم را بر جامعه حاکم کند شرط اساسی برای بهبود فرهنگ یک جامعه است. اما این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که ده‌ها هزار مأمور قانون از پس تغییر رفتار و گفتار یک جمعیت میلیونی بر نخواهد آمد اگر فرد آن ملت با تلاش در تغییر ذهنیت و رفتارها و گفتارهای خود به کمک آنها و به عبارت بهتر به کمک خود نشتابند. بهترین زمان برای شروع این رستاخیز فرهنگی یعنی تغییر خود همین حالا و بهترین مکان در هر کجایی است که است. لازم به ذکر است که پاورقی‌ها به دلیل وقفه‌ای که در خواندن نوشتارها به وجود می‌آوردند از فایل‌های صوتی حذف شدند. از آنجا که این پاورقی‌ها حاوی نکات جالب و همچنین توضیحاتی در جهت رفع سوء تفاهمات احتمالی خوانندگان میباشند، از علاقه‌مندان تقاضا می‌شود به نسخه چاپی کتاب و یا فایل‌های نوشتاری آن که به صورت PDF در کانال تلگرامی در اسارت فرهنگ قرار داده شده‌اند رجوع نمایند.